با نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درودی به پایان هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. امروز میخواستم درباره مشکلی های جامعه کمی صحبت بکنیم. بعد خواهشم همین است که از برادران عزیز فکر و نظرهاتون در کامنت ها بنویسید. چی مشکلی ها هست؟ من میخوام که از مردم بفهمم که در تاجیکستان چی مشکلی ها هست. امروز کسانی که در تاجیکستان هسته برادران عزیز خواهش میکنم که زنگ بزنید یا که فکر نظرها را بنویسید در زیر کامنت. ما حتما خوانده میکنیم، جواب میدیم انشاءالله. خب برای مشکلی های تاجیکستان را برطرف کردن من چی پیشنهاد دارم به مردم؟ من میخوام که مردم باید ما همه کسا مردم تاجیکستان فرق نداره کدام قشر جامعه است، میخوام که ما هم با هم بشیم یک کار بکنیم که همین رژیم شکست بدیم، یک حکومت بسازیم که آرزوش داشته باشه شما که همه خیلی همه حکومتی که مردم آرزو میکنه همه حکومت بیاریم سر قدرت، یا زندگی خوب داشته باشیم، مهاجر نباشیم، در بدر نباشیم. مهاجر هم که باشیم همه حکومت ایما پشتیبانی بکنه. و مثل این نه که 4 نفره در روسیه بازداشت کردن به اتهام کراکوس سیتی، تا امروز سر سوچان نشده است، تا حال دور و دراز کشیده ایستادن. یک حکومت باشه که دفاع کرده بتونه از مردم خودش. امروز متاسفانه رحمانوف هم پیشوا میگیره، هم نمیدونه، میگه تاجیکستان گلگل شکوفانه، تاجیکستان جای کار است، بیایید در تاجیکستان کار بکنه. امروز مردم اویلوی ای تاجیکستان میبرویند میروند. چه یک آدم از بهشت میگریزه. پس یک بار تصور بکنه که چه یک انسان میخواد که ای بهشت بگریزه بروه. که روسیه چند عذاب و مشقت است که برای یک مهاجر یکم میوه، نه جای کارش معلومه، نه سومی داره که حجتاش درست بکنه، کار میکنه که زندگیش میوه با هزاران مشقت. امروز اگر یگان مصیبت بالای یک مهاجر میوه، نه پسال شما را دستگیری میکنه، نه حکومت رحمانوف، نه یگان حقوقهای بشر انسانی در روسیه. یک ایزد امان داشتیم، خداوند آزادش کنه، تیستر خداوند ما را نصرت بتیه و ما این رژیم را بشکنیم. تیسته برادرایی که بیگناه هستن امروز پشت پنجره رفتن، اونا را آزاد بکنیم. همین ایزد امان چند کمک کرد برای مردم در وقت کرونا ویروس. در 33 سال رحمانوف همین کمک کردگی نبود به مردم مهاجر. یگان کس باشه بیاید قدیش صحبت میکنیم که رحمانوف خدمت کرده برای مردم مهاجر. من آماده هم که قدیش بحث بکنم. رحمانوف در 33 سال چنین یک ایزد امان خدمت نکرد. امروز ایزد امان بردن زندان کردن، یک چند روز ای پسش گپ زدن و گفتن آزادی بر ایزد امان همون خطی فراموشی. یک آدمی که واقعا خدمت کرد برای ملت، میخواست که ملتش سرپست نباشه، سرش خم نباشه در پیش روس و دیگر ملت ها، حکومت امروز گریف برد و آدم زندان کرد. متاسفانه ما از گذشته هامون یاد نمیکنیم. امروز کرامت شریف هم که بردن، زهر دادن، کشتن. یک آدمی که در تاجیکستان تولد شده است، خلاص در روسیه خدمت کرده است، در روسیه مکتب خونده است، در روسیه کار میکرد، فعالیت میکرد، گرفتن های کردن. ما مردم تاجیک در روسیه باشیم، در اروپا باشیم، در جایی که نباشیم،
ما را یگان جا نمیپذیره. به همین خاطر ما باید همه سیر کوششمون برای برگشتن به تاجیکستان بکنیم. باید کار بکنیم که بریم در وطن خودمون یگان چی بسازیم. مهنت ها و زحمت هایی که امروز مردم نمیدونم بیزنس هایی که مثال در روسیه یا که در اروپا میکنن، من پراتیف نیستم که نکنن. مرحمت بکنین، نکی در تاجیکستان این چیزا را کردن در کار. در تاجیکستان جای کار فراهم آوردن در کار برای مردم که مردم تاجیک نیاید در دیگه دولت ها مثال به اصطلاح امروزه ابزوت نکنن مردم. به همین خاطر برادرای عزیز باید از مشکلی ها گپ زد که از گذشته ها گپ زد که آدم وقتی گذشتهش ندونه پیش رفته نمیتونه. چه انسان های بودن که در راه آزادی برآمدن گفتن که رحمانوف یک خائن است، رحمانوف یک شیطانی واقعی است در تاجیکستان، خدا رحمت کنه عمر علی قوتفه، که برآمد گفت. متاسفانه امروز چند سال ایبین گذشت تا حال مردم ما بیدار نمیشوه، نمیفهمه. چی انا شما نمیفهمه مردم شریف؟ من امیدوارم که شما فهمیدگی نه که شما نمیدونم چیه دیگر انتظاره. من بازم دعوت میکنم که برادرای عزیز، اگر شما بخواهی که یگان نفر اروپا بیایه، امریکا بیایه، یگان مخالف بیایه که بعد شما بخیزه، بازم من آماده هم گفته شدم. برادرای عزیز، بیایه کار کنیم، همه کسا یک جا شما یک کار بکنیم. با تنهایی رحمانوف ایمی اروپا رو هم دزدیده برده شده، ای روسیه هم ای کدام دولتی که نباشه امروز ببینه که برادرای مبارزه گلچین کرده برده شده، میبره 25 سال 30 سال زندانی میکنه. کی ما دیگه بیدار میشیم؟ تا کی باید ما تلفات بتیم؟ تا کی که هممون برام زندانی کنن، همین اولاد بمونه در تاجیکستان خلاص؟ ما با دیگر قشر جامعه یکون مشکلی نداریم با اون انسانایی که در امنیت کار میکنن، نمیدونم در میلیسا کار میکنن، در وزارت دفاع. ما تنها با رحمانوف مشکلی داریم که نمیتونه دولت اداره کرده، جای کار ساخته نمیتونه، سوید داده نمیتونه، هزاران مشکلی ها هسته. برای و بازنشستی تمام یک نفر دیگر ما انتخاب میکنیم. حاجی درباره انتخابات با کمی میخوام با صحبت بکنم که ما باید یک شعار داشته باشیم مردم شریف. ما نمیخواهیم انتخابات شما را، ما آزادی و عدالت میخواهیم، ما 500 پلوس میخواهیم. این باید شعار مردم تاجیک باشه. در درون تاجیکستان باید نویستجات ها پیدا بشوند همه گونه. ما از انتخابات شما بیزاریم، ما آزادی و عدالت میخواهیم، 500 پلوس. همین چیزا من توصیه میتیم که برادران عزیز، کسانی که ما را از داخل تماشا میکنین، همین چیزا را نویستجات بکنی، بپرتوی در فیسبوک ها نشر بکنی، در ادنا کلاسنیکو، نمیدونم چی سایت هایی که داره، در تیک تاک یک رسم میکنه، مینویسه، میپرتوی. تمام همین کاری شما که مردم بیدار میشه، میگه که او مردم تاجیک اوجه یک نفر یک چیزا میگه، همین انسان پیرو داره و طرفدار داره و همین کار انجام میتین. بیای برادرای عزیز یک کاری بکنیم که همین رژیم شکست بدیم، پسان ببینه که چه سخت زندگی مردم خوب بشوه. من ایسا با باوری کامل میگم که امروزه رژیم رحمانوف ده ها بارها خوبتر میشوه. شما آزادانه میتونه که بر تاجیکستان برین، در تاجیکستان طلب بکنین ای جای کار. ای حکومت آینده باید جای کار بسازه، یکم اچرد.
جای کار بسازه که مردم تاجیک سرجم بکنه. ما امروز میگن که مردم همین حکومتی ها میگن که ما 10 میلیون هستیم. اگر 10 میلیون باشیم، برادران عزیز فکر کنه که 3 میلیونش اگر در خارج باشه، 2.5-3 میلیون دیگهش تا سن 18 هست. چند دیگه داریم که تا سن 45 ساله را و دیگه همون پیر کمپیر میمونه در تاجیکستان. دیگه من فکر نمیکنم که در تاجیکستان دیگه یگان آدم دیگر باشه. به همین خاطر باید ما کار بکنیم که این قوه کاری را به تاجیکستان بر بگردونیم. در تاجیکستان یک جای کار بسازیم، یک زندگی درست بکنیم برای مردم. همینجا میخوام که برادران عزیز ما را تا 200 نفر تماشا دارن، خواهش میکنم فکر نظرهاتون را بنویسه. لینک در زیر نوار گذاشته شدگی است، میتونه که وارد شوید در استودیو، فکر نظرهاتون را بگین. خب اینجا برادران چند کس ها می نویسه. برادرای عزیز من حاضره بگم که سمی کامنت ها را خوندن نمیتونم برای که تیز میگذرن، نمیبینم شما. خب اینجا در یک چند نفر یک ویدیو پرتافتگی بودم، در همینجا نوشته است که شما خائنه، خائنا همه خیلی نوشته. من میخوام که شما مردک بشین، بیاین در برنامه صحبت بکنین. من چیکار کردم که امروز شما مرا اتهام به خائنی میکنید؟ من نه سرقانون تاجیکستان پایمال کردم، نه سرزمین تاجیکستان فروختم به کسی، نه یگان وظیفه دار بودم در تاجیکستان که یگان مسئول بودم که مسئولیت من انجام نداده باشم. میبروی در زیر نوارها می نویسه، هرچی دشنام ها می نویسه یا که یگان چیزای قبیح می نویسه. من با یگان انسان مشکلی ندارم، والله قسم من با یگان آدم، نه با مخالفش نه با مقابلش، یگان مشکلی ندارم. من تنها یک مشکلی دارم، رحمانوف است. میخوام که رحمانوف بروه، خلاص دیگه یگان مشکلی دیگه ندارم. شما میبروی طرفدارای رحمانوف می نویسه، من رحمانوف یگان با شما دیگه که من دشنام کردگی باشم، من دشنامش هم نمیکنم. آدمایی که دشنام میکنن اون کاری اونها، دشنامش میکنن صدقش میشوم، اون کاری وای. نکی من نه دشنامش میکنم نه گپ خوبش میگم. من میگم که رحمانوف بره، ما بیزار شده مردم تاجیک. من ایجای چند هزار آدم میخوام صحبت بکنم که رحمانوف نتونستی بره، سویت خدای جونی نتونستی میداده، نه یک مکتبی درست داریم، نه یک اونیورسیتی درست داریم که انسان هایی که ختم میکنن بعد ختمشون از همون دانشگاه به جای کار تامین باشن. اونیورسیته را نمیدونم جاهای همین اینستیتوت را ساختیان، یک راهی سومکار کنی، مردم میاین میخونن، دیپلم میگیرن، تای سرشون میمونن، یا که در بالای شکاف میموننش، میرون به روسیه یا که به امریکا یا به اروپا کار. صورتی که جای کار نیست در تاجیکستان، دما چی در کارای همین خیلی اونیورسیته، همین خیلی مکتب های عالی که امروز شما میگی، میبروی شرم نکرده میگه که چند هزار دختر دما نمیرسه، چند هزار معلم نمیرسه، چند مربی نمیرسه. شما مردم ای قرتقش قبیلگی، مردم نمیتونه با 400 سومون، با 500 سومون، با 1000 سومونی شما کار بکنه. معاش معلم ابو بردار، معاش گایی ابو بردار، کو گایی من ببینم که سوم میگیره 1000 سومون 800 سومون اویلک باشه، او گایی کنش زندگی داره. شما که دزدی کرده میتونی
گایی نمیتونه. ما اینجا اوه اینو از بالا لای کردگیان. اگر سردار دزد باشه زیر دستاش هم دزدن. رحمانوف ایقا میلیونای کمکایی که میوه بر تاجیکستان گیجو میشوند. در کدام ساحاتر همین رسخود میکنی که همین اچات اوچات چی بدن از ملت نمیبرای اچات اوچات دیگی مثال چند قسم ای آلمان کمک میگیری سالانه نمیدونم ای امریکا میگیری در گیجو میروند میبرای در اثر بین المللی گیره میکنه که در تاجیکستان اکستریمیست ها تروریست ها در تاجیکستان یگان نفر نیست که یگان کار بکنه چی مردم مخالف هسته همش در اروپا یا در امریکا یا که از تاجیکستان بیرونن در او دارن هم طرفدارای خطن همو حزبای کیسگی هن چیزی که تو بگوی اوکی میگن میرون غیر این دیگه یگان چیزی دیگه نیست کو بیاره یک انتخابات چی دست داره کو بروی کاندیداتورو بروی کو فکرها و نظرهاتون بگه که شما چی وعده میتیه یا تا او سال برو اومده گفته که ما 4 زنگی اجازت میتیم یا تا دیگه ما مترو میسازم یا تا دیگه یک چیزایی میگه که او چیزا در عقل انسان تو غوری نمیگیره شما مترو میگون که من ساز نکنه شما تراموای بسازه شما سوید بتیه مردمه او مترو سوید میخواه به سوید او مترو نمیروه شما سوید نتونسته سوده مردمه بتیه چه شما مترو میسازه من چند بار شید میگم که شما مترو نسازه شما تراموای بسازه الکتریکا بسازه بین شهرها گیجا شما زور میزنید های زمین میکوه در هم روی زمین چیز بسازه شما بعد خواهش همین است که برادران عزیز چی نویگری ها هست برای برادران عزیز فکر نظرهاتون بگین راستیش من امروز برنامه را باید کمی بر وقت سر میکردم اینجا برادرها پیمان برنامه 60 دقیقه داشتن من نمیخوام که در وقتی برنامه یک انسان ببرم من میتونستم که ابد برنامه شروع بکنم کمی کار بود نتونستم که همین برنامه را بر وقت سر بکنم به همین خاطر من کی که فرصت بیام برادران عزیز ببینم که افیر نباشه یگان نفر نباشه در یوتیوب برادران مخالف من خلاقیت وقت نمیگذارم در برنامه هم که من فلان روز فلان ساعت میبرم صحبت میکنم من میبرم تا همون چینه که مردمی تاجیک سرجم نکنم رحمان و سرنگم نکنم هر روز من برنامه میکنم خیلی نیسته که من در هفته یک بار برنامه بکنم و همین قطعی خاموش نه من خیلی خاموش ایستادم کمی کار داشتم کارام بد کردم الحمدلله کارام بد چیدگی تنها مبارزه میخواهم علیه همین رژیم دیگه یگان چیز دیگه نه به همین خاطر برادرای عزیز فراموش نکنه دستگیری بکنه ما را بمونه لایکاتونه بمونه پدیلیت بکنه نوارا با دیگران بفرسته نوارا کسانی که تازه وارد شده برادران عزیز آبونه شوید در برنامه ما خب تشکر زیاد اینجا برادرها چند کسا نوشتن زنده باشه برادر الماس تشکر برادران عزیز سیلکه در زیر نوار گذاشتگی برادران عزیز شما میتونید طریقی لینک میتونه که وارد استودیو شوه فکر نظرهاتون بگین خب برادران گرامی قدر اینجا من اینجا گذاشتگی لینک گذاشتگی در زیر نوار بازم در کامنت ها میگذارمش کسانی که میخواه که طریق استودیو بیای صحبت بکنید مرحمت برادران عزیز انشالله که ما طول چند ساعته هستیم با شما
خب خب این نفرایی که نمیبینه لینکا انشالله که در کامنت میگذارمش، میتونه که طریقی لینکس وارد استودیو شوی، فکر نظرهاتونو بگید. من چی گفتنیم؟ این حکومت همه شیطان هاشا روی کردگی به همین اروپا و به امریکا و این همین بین مخالفین جدا اندازی و این همین شور شیطانی و این همین چیزا را حکومت کار کرده شده، واقعا هم کار کرده شده. مردم ما هم نمیدونم، مخالفین ما هم کمی بخه چون رها میبینن که یک نفر میبره یک نفر سیاه میکنه، مثال ما خرسک میزنیم یا که تماشا بینیم. من نمیگذارم که زیدی کدام برادر که نباشه جمع برای مخالف رحمان فای میبره در برنامه من مثال یگان چی میگه اون کسی تنقید میکنه، این چیز رها نیست، این چیز قبول نیست. من اگر ببیننده بمونم بلاکت میکنم میره. کسانی که دعوا داره یگان چیز داره، همین برادران مخالف همش برنامه دارن، رقم تلفن دارن، یگان مشکلی داره در لاهیدگی زنگ میزنی مشکلی تا حل میکنی. خیلی نبروی در بین مردم فتنه نه اندازه بین مخالفین. ما مردم مخالف هم فکریم هم عقیده ایم، یگان مشکلی نداره ما در بین هم دیگرمون. من این چیزا برای شما خب میگم که شما این چیزا بدونید، در بین ما نمیتونه شما تفریقه انداخته. ما ها فکرها گوناگون است، هر کس برنامه خودش داره، یگان مشکلی نیست. انسان ها حق دارن. ما بسیار حزبی دوست نداریم که به همین خاطر هزار حزب حرکت ها هستند، به خودشون برنامه دارن، میبراین فکر نظرهاشون میگن، طرزی دعوتشون میگن، حق دارن. من یگان کسی نمیگم که او آدم بد مینه یا که خوب مینه یا که بیزیب کرده شده، بیزیب برنامهش ادامه داده شده. هر کس برنامه خودشای، تاکتیکای خودشای، چه میخواد که کار ببره. من برنامه روشنه برادر عزیز. دستگیری شما بکنه که من بیام سری قدرت، گفتم که سویتون بیز لیمیت میشوه، جای کار در تاجیکستان پیدا میشوه، معاش خوب میگیرن مردم. کسی که بگیم وضعیتکه میگیره، پاره میگیره، اون انسان به ارزشی که چند سامان میگیره همون سال زندان میروه. همه خیلی میکنیم که به مثل گروزیا میشوه تاجیکستان. نگاه کنه که ساکاشویلی یک دولت ساخت که چند سال شد ساکاشویلی نیسته، نه که هیچ کنه میتونه همون نظام رو بشکنه، برای که فساد ایبان بردن. تانستان مردم 3-4 میلیون همونو تانستان دولت کرده. ما یک دولتی که 10 میلیون از امروز دعوا داریم که زیادیم، ما نمیتونیم یک دولت درست بسازیم که زندگیمون خوب باشه. شما در کجا دیده که گروزین اومده باشه در یگان دولت دیگر رفته باشه کار کرده باشه؟ و مثل تاجیک خیلی چیز نیست برادران عزیز. با همین خاطر باید ما کاری بکنیم که یک دولت بسازیم که زندگی مردم خوب باشه. اگر در خارج هم باشن باید حکومت از اونها حمایه بکنه. همین کارهایی که در روسیه شد، اگر من رئیس جمهور میبودم 201 دیویزیای روسیه را 3 ساعت وقت میدادم، جمع گیر که میگفتم چیزاتا برو که این تحقیر بالای ملت من میشوه. امروز رئیس جمهوری ما خاموشه. تا امروزه یک بار میگه که بیا قضیه همون برادرایی که در کراکو سیتی متهمشون میدونن بیا قضیهش به ما روشن بکنی. یک بار طلب نمیکنه. ایجا دیده میشوه که رحمانوف پیشوای فقط همون 4 فرزند چه، پیشوای ملت نیست.
اگر او پیشوای ملت میشید، اگر او نمیدونم چوم چیو میگیره چه، اگر او چیزا میشید واقعا هم یگان کار میکرد برای همین ملت. امروز این قوی ملت ما در خوری زوری ای یک بار صدا بلند نمیکنه که سبب در چیه که ملت من خیشیده سوده. های من پراتیف نیستم برای قانونای روسیه هم که کسانی که حجت ندارن و به حجت کار میکنه و بعد میخپن رویتون میکنن. برادران عزیز، این قاعده دنیا همین است که باید گجوی رفتی زبانی همونجا را باید بآموزی، فرهنگ همونجا را باید بآموزی، قانوناش باید رعایت بکنی. وقتی قانوناش ما هم در همین اروپا اگر رعایت نکنیم و نگاه نمیکنه که ما پناهندگی داریم یا که نه، میگیرن روان میکنن تاجیکستان. همین جای ما سمالیات پراموی دوشنبه میپره، میبرن نیم ساعت راه میبرن در ایرپورت سوارد میکنن، توکل به خدا بره پیش رحمان. به همین خاطر برادرای عزیز باید قدم دولتی که نمیره باید زبانی همون دولت آموخت، باید قانوناش احترام کرد. شما را او چنده دیگه یگان کس یگان چی نمیگه، زبان بدونه، حجتاتون درست باشه، دیگه من فکر نمیدم که شما را یگان کس یگان تحقیر بکنه یا که یگان کارتون بکنه. اگر همو خیلشان باشه باید حکومت برای این باره صحبت بکنه که سبب در چیه که ما حجت دارن مردم ما، بگیم که زبان هم میدونن، احترام تو دارن، قانون هاتون هم میدونن، سبب در چی است که امروز شما خیلی مشکلی را بالای مردم ما میبینید. به همین خاطر این حکومت غمخور یگان تایمان نیست. این حکومت تنها برای انقلاب مردمی میخزیم سرنگون میکنیم رحمانفر. دیگه یگان راه دیگه نیست برادرای عزیز. به عمدی یگان نفری که بگیم که خوجه خارجی است به عمدی اونو نکنید. اونو اگر بیان بابا مثل همون رحمانوف میشوه. برای همخواه دعوت امین است که برادرای عزیز باید ما خودمون همین کار را بکنیم که نیزه می باشیم. یگان دولت اگر ازبکستان نمیدونم افغانستان یا که روسیه یا که امریکا یا یگان دولت اروپایی با همون رژیم رحمانوف میشوه، با همینا میان نظامای خودشون میارن درست میکنن. یا مدت به مثل پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف یا محل چه بود همه 100% مسجد نماز همه 100% بود. خاصی در ازبکستان با مشکلی ها پیدا شده است. یک چند سال میان یک مردم آزادی میتین یک کار میکنن، بعد دیگه با ایالا با مثل امیر رحمانوف میگیرن گلچین میکنن همون نفرایی که با عقلن میخوان که یک کار بکنن برای دولت برای ملت. این حکومت میگیره میبره زندانیشون میکنه. به همین خاطر باید ما یک کار بکنیم که نیزه می باشیم. مردم شریف تاجیک باید ما خودمون خیزیم همه کسا یک کار بکنیم که زویسی ما یگان دولت دیگه نباشیم که او دولت پگه ما تریب وید میره. وقتی که یک چیزت میتیه حاضی همین خیلی دور شدگیه که یگان کس همین خیلی پراست تا کمک نمیکنه. اگر یگان منفیت نداشته باشه ما را یگان چی کمک نمیکنن. ما را سنگای قیمت بهامون میدونن، ما را طلامون میدونن، ما را آبمون میدونن، سویدمون ما را میدونن. به همین خاطر باید ما یک کاری بکنیم که ما به خودمون زیادتیم، به خودمون همه چیزامون زیادتی میکنن. ما همه ریسورس داریم که در تاجیکستان زندگی مردم خوب شوه، جای کار پیدا شوه، مردم خوب زندگی بکنه. این چیزا ما میتونیم. خب بازم یک بار دیگه دعوت میکنم برادران عزیز، اینجا ما را تای 400 نفر تماشا داره. متاسفانه ما 80 لایک داریم. بمونه برادرای عزیز، لایکاتون بمونه. لایکاتون سبب زیاد شدن بینندگان میگرده. لایک شما سبب میشه که یک برادر میفهمه، میدروه، یک فکر یک نظر میتیه، یک نقشه میگه که ما یک روز پیش به انقلاب میرسیم.
به همین خاطر برادرای عزیز خواهش من همین است که من شما را نمیگم که مرا مالی کمک بکنید، تنها لایک بمونه، فکر نظرهاتون رو بنویسید، پدیلیت بکنید نواری منه، همین قش کفایه است. این زیاد من طلب ندارم برادرای عزیز. خواهش همین است که ما را دستگیری بکنید، پیگیری بکنید، ما را کسانی که میخواهید صحبت بکنید، لینک زیر نوار گذاشته شده است، میتونه که طریق لینک بدروید در استودیو پیوست شه، رقمای تلفنی ما هست، میتونه که زنگ بزنید صحبت بکنیم برادران عزیز. ما یک نیم ساعت زیاد شد برنامه را، ما یک نیم ساعت 2 ساعت میمونیم در برنامه. هر روز یک روز پس من همین وقتم باشه ببینم که یگان نفر نیست در یوتیوب تاجیکی، من میبرم انشاءالله که فکر نظرهام میگم به مردم، پیشنهاد میکنم، دعوت میکنم مردم شریف تاجیک که بیاید یک کار بکنیم. من طلبم تا حاضر همین است که از هر یک شهر ناحیه یک نفری در من لازم است که ما باید یک کاری بکنیم که در همین وقت انتخابات باید یک کاری بکنیم که همین حکومت بفهمه که آقا همین مخالفین در درون تاجیکستان آدم دارن، طرفدار دارن. انشاءالله کار میکنیم که یگان آدمی که یعنی به من زنگ میزنه این دویتا نمیشناسه، شما فقط همون کار اگر انجام دادنی برادر عزیز فلان جا میره هم چیزا میگیری میره خلاص میبری کلی میکنی مینویسی، این هم خلکیه. یگان جا من با جنگ، با کشتار، با خلکی، با سوزاندن دعوت نمیکنم یگان کسا. من چیزی برای خودم دوست میدارم برادران عزیز، برای همه مردم تاجیک هم چیزا دوست میدارم. من نمیخوام که خنی یک برادر بریزه ای او طرف ای طرف. من نمیخوام که یگان کس نسبت یگان کس بدگویی بکنه، کجا برسه که با جنگ جنجال. من نمیخوام که بدگویی داشته باشه بین این برادرها باشه. به همین خاطر برادران عزیز ما میتونیم مردم شریف تاجیک یگان کار کرده در همون صورتی که مردم با مخالفین باشه، مردم با ما باشه. من برادران عزیز یگان نفر مثال نمیخوام که بیایه و یگان خودش نشان بده و یگان مشکلیش بشه، برای که من خدمت نشان دادگیم مشکلیات بالای سری من بود، مرا یگان نفر کمک نکرد، این یگان کس کمک هم نمیکنه. وقتی که در مشکلی میزنه بعد میفهمه که عاشق دروغ بوده. به همین خاطر من یگان کس دعوت نمیکنم که بیای شما خطاتون نشان بده و بعد شما در پرابلم شوه. همون 4 نفری که بگیم امروز هسته میخوای که یگان کار بکنه، من اروپا هم برادر عزیز دستی من کوتاه، من اینجا نمیتونم یگان کار کردم. همین کار من میتونم که دعوت بکنم مردم که بیای یا برنامه بکشیم یگان کار بکنیم که رحمان و سرنگون بکنیم. همین کار من میتونم حاضرش همین کار کرده شدم. فردا اگر راه من باز باشه، امکانیت باشه که من برم تاجیکستان و تاجیکستان دیگرگون میشه، من والله آماده ام. من نمیترسم. من رنگ دیگر اور خیمه زدگی نیستم در اروپا. من آماده ام که حاضر بخیزم تاجیکستان برم. فقط من میخوام که مردم باشه قطعی من که با مثل دیگه برادرها اوره میبرن 30 سال من همیتین 4 روز دیگه میبرن در فیسبوک میگن که فریدم الماس همین قطعی خدا رحمتت کنه آمین الله اکبر. همین آدمایی که برآمدن 2014 تا امروزه مبارزه بردن، مردم آیسته آیسته اونا را فراموش کرد. همون انسان ها بودن که من برآمدم در این میدان. باید او انسان ها قدر کرد، باید یادرس شد که همین خیلی نفرها بودن در همین راه کشته شدن، شهید شدن، زندانی شدن. باید ما این چیزا را در هر یک برنامه ما برویم بگیم. متاسفانه مردم فراموش کردگی ای گذشته ها. ما وقتی گذشته ها ما نمیدونیم پیش رفته نمیتونیم. هدف ما چیه؟ ما باید چیکار بکنیم؟ برنامه ما چیه؟
باید چه مردم رو بفهمونیم، چی کار بکنیم که مردم بخیزه. شما مردم شریف تاجیک دیده شده که رحمانوف دوره امروز میبره زندان میکنه یک زنی بیچاره که رخشانه حکیمова. مثال عادی دو تا طفلی نابالغه که کودکایی که ولی 5 ساله 4 ساله یا 3 ساله چخه این حکمت دیلت میشوه که تا یک مادری صاحب 2-3 فرزنده میبری زندانی میکنی. همین قضا ژورنالیستا، من خواهش میکنم از شما ژورنالیستا، انسان هایی که در دری تاجیکستان هسته، شما را میخوای یک تا میبره رحمانوف زندان میکنه. این رحمانوف به یگان کس رحم نداره. این در کار شوه سیمومی یتیم فقط رمضان رحیم زاده هر دشه میبره ادنفره مینه نابود میکنه تا روزی که در کار استفاده شون میبره پسان میبره زندان شون میکنه یا که نابود شون میکنه، به ضرر شون میگردونه. این منفیت خودش نگاه میکنه رحمانوف، منفیت ملت نه. به همین خاطر من بازم دعوت میکنم از همون کارگرای حکومت که شما ما را بفهمید، ما زندگی خوب میخواهیم، شما را میخواهیم که زندگیتون خوب باشه، یا عائله که داشته باشه که پاره نگیره ای مردم، همون عائله که شما میگیره بسندت باشه، همون عائله که باید همین کارگر بگیره که 5 ساله باید خانه خریده بتونه، همون عائله که هم زندگیش در برسه بعد 5 سال کار کردگیش با بتونه که یگانجا خانه بخره. در تاجیکستان 10 سال کار کرد 25 سال وینیا کار میکنه خانه شو نمیتین، کوارتیران شتگن. من میدونم یک وینیا که 25 سال شد 26 سال شد کار میکنه کوارتیران تا خانه شخصی نداره. به همین خاطر برادران عزیز این حکومت فقط به منفعت خودش کار میکنه. بازم میگم که برادران عزیز ما باید مردم شریف تاجیک سرجم شیم. ما تنها با متحدی میتونیم که یگان کار کرده. اگر من به تنهایی یگان کار کرده نمیشه، به تنهایی یگان کار کرده نمیشه. من در دورم نمیتونم ایجا یگان کار کرده. من بدونم که در بری من 50 نفر هسته برادرایی که واقعا آماده هستند که یگان کار بکنن. برادران عزیز من چند بار شد میگم که من به اروپا را اومدم تا نیستم، رای خانمون نمیام، خیلی اومدم با هم خمیرم. به همین خاطر برادرای عزیز شما فکر نکنید که برادرایی که در اروپا نمیاین، اینجا زیاد نفرها را من میشناسم که آماده هستند که بر بگردن به وطن. به همین خاطر من میخواهم که مردم شریف تاجیک بیدار شوه تا که شما همین ظلم ها را، این همه برادران نمیبرند در زندان ها میکشند، خواهرها مون میبرند زندانی میکنند، مادرها مون زندانی میکنند، پدرها مون زندانی میکنند. تا به کی ما اگر همون نفرایی که زندانی داریم همون آدما ای خونه‌شون یک نفری اگر برای صدا بلند بکنه ما همین حکومت چپه میکنیم. برادران عزیز گیجا برسه که به همه خیش جامعه در روی دنیا خیلی شدگی نیست که همه مردم یا وقت خسته باشن انقلاب کرده باشن. 1% 2% مردم میخیزه انقلاب میکنه، همه مردم نمیخیزه در انقلاب. شما خیلی به امید نباشه که همه مردم شریف تاجیک میخیزه و یگان کار میکنه. نه، میتونن که استودنتا فقط بخیزن خلاص میتونن که انقلاب شود در تاجیکستان. فقط استودنتا میتونن این کارو، میتونن که وینی پیریورات شود. این چیزا شدنش ممکنه. یا که یک قشر جامعه میخیزه رنگی مردم سوریه اوره مخالفین جمع میکنه، سرجمع میکنه، میخیزه میروه یک کار میکنه.
ما با او جشن می‌آییم برادرای عزیز. تا روزی که هست که میشوه که با قلم، با گفتن، با نوشتن، با این خیلی چیز میشه ما حرکت میکنیم که همین کار را بکنیم. نه که ببینیم که نمیشوه بعد دیگه فکر میکنیم برادران عزیز. این خیلی نمیشوه که ما دیگه در همین اروپا بشینیم و برنامه سازی بکنیم و در اروپا بیایم حزب و حرکت ها بسازیم همینجا بمونیم. این خیلی نیست. انشاءالله در دیلوی ما به وطن برگشتن، در وطن رفته خدمت کردن به مردم خودمان. اگر نه من به خدا قسم یگان مشکلی همین روی دنیا کو ندارم. چیزی که آرزو میکردم به آرزوم رسیدگیم. خانه، ماشین، زندگی خوب، همه چیز دارم. دیگه چی زور بزنم؟ میتونم که فرزند دارم الحمدلله. چند قیق خواستم خداوند همو خدا داده. به همین خاطر من میخوام که دلی من به اون مردمی که در زندان بگناه کو برای اون میسوزه. دلی من برای اون میسوزه که روز تا بگر میروان کار میکنن بگاه میان سوید ندارن. دلی من برای اون نفرها میسوزه. دلی من برای اون نفرها میسوزه که میروان کار میکنن یک معاش ناچیز میگیرن. در سرید آسیا همه اویلی که پستا میگرفتگی تاجیکستان های. اینا نتونستن که یک اویلی که بالا ببرن. بازارها را ببینید چه قیمتی های. چه زندگی باید بکنن مردم. این مردمی که مهاجر ای روسیه سوم رای میکنه مردم در تاجیکستان به مثل کوارترانتن. ما تاجیکو یک بار بیست تصور بکنه که شما در یگان جای تاجیکستان کار نمیکنه، در روسیه کار میکنه، میوه نالوک سوید، آب، نمیدونم نالوک زمین، این چیزا را میتیه. باید حکومت جای کار بتیه، پلت بتیه، بعد پلی سوید، پلی خانه و پلی نالوک زمین، پلی آب و پلی دیگر چیزا طلب بکنه. شما میره در روسیه کار میکنه، میوه در تاجیکستان کوارترانته. من نمیخوام که مردم تاجیک کوارتران باشه در وطن خودش. من میخوام که شما صاحب ملک باشه. شما حق داشته باشه زندگی را. نیم دولت‌های ما زندگی میکنیم که ما نمیس نیستیم یا که یگان چیز دیگر نیستیم. ما را به مثل همین نمیسان نگاه میکنن. دخترش باشه، نمیدونم سخت زندگی باشه. خیلی همینا حق دارن. ما را همین بگیم پناهنده های سیاسی همو حق داریم. همین حق ما همین حق نداریم که آواز بتیم. خلاص. دیگه خیلی که همینا زندگی میکنن، خیلی که همینا مبلغشون میتین، ما رو همو کمک میکنن. من میتونم که بکشم برم خورم، یگان کار نکنم، نه که من دیلم میسوزه. پروستا میبرایم بسیاری نفرها میگن ترا چی و گپ چی و ترا چی و کار چی و خیلی نبرامدی برادر عزیز. تو گرینی، تو نبرامدی. نمیدونم میبروی دستینه میزنه که ما چند زبان میدونیم، طرز گپ زنیمون دیگه خیلی است. سبب در چیه که نمیبروی مردم دعوت بکنی؟ سبب در چیه که نمیخیزی یک کار بکنی؟ وقتی تو نمیخیزی من خواهش میکنم که بعد من یگان چی نگو، مونده من بکنم یگان کار. می نویسم فکر نظرهاشونه در زیر نوارها یک نوار میگذارم، بعد دیگه همین میبروین خواهین. من چند باشید میگم که بیاید در کذب بکنه که من خواهینم. من خواهیم باشم والله قسم یک خیانت کرده باشم همجا ستاپ میتی میرم تاجیکستان. آماده هم که در همون خیانتی کردگیم جواب بتیم اگر خیانت کرده باشم. من تنها در برنامه حق و باطل برآمدم حق و حقوق خودم طلب کردم که سبب در چیه که شما پاسپورت من نمیتی. همین باعث شد که من خواهین شدم به گفت شما. من این حق دارم که طلب بکنم. برادری من برده 23 سال زندان کرده. هر کس میگه در نزد قانون جواب میده.
برادر من بگذار با گفت شما گناهگار برده زندانش کرده، من چی گناه دارم؟ اون مردک نمیخواست شما رو، برده زندانش کرده. من اون محل نه شما رو میخواستم نه اون کسی دیگر. من دهقان بودم، من خفای کار و بار زندگی خودم. شما نمونده که من زندگی خوب درست بکنم که داشت همون روسیه را برم کار بکنم بیام زندگی ما پیش برم. دیدم که نمیشه، یک نوع دیگه کردم. چقدر شما این چیزا میتونه کو پلا دوست میداره، پلتون بتین لبو کار میکنی شما. پاسپورت کردم اومدم روسیه کار کردم، همونم سر خم کردم، نبر اومدم در یگان جا گپ نزدم، یگان کار نکردم، نه که دیگه نشید برده این از زندان کرده، وایش از زندان کرده. این قانون عدالتی دیدم دیگه نتونستم که خاموش باشم. برای چی خاموش باید من باشم که این قانون عدالتی هم میبینم؟ کسی که ناعدالتی را میبینه خاموش میسته، او انسان ظالمتر نیست. به همین خاطر در جای میبینی ناعدالتی را، برای حق حقوق خودتان دفاع بکنی، حق حقوق خودتان طلب کردن مردم تاجیک یاد بگیری، نترسی. با ترس ما به یگان جا نمیرسیم. یعنی من خواستم که همیشه بیام اروپا، اومدم راه یافتم اومدم. شما نمیتونه هجرت کرده ای تاجیکستان برآمده بعد فکر خیلی تاجیکستان نمیتونه گفته گفتون ندارم. شما میتونه که ای تاجیکستان برم برای ترکیه، برای گروزیا، برای مولداوا، برای اروپا بیای فکر نظرهاتون بگی. نمیگه، یگان چی نمیگه، یگان کارم نمیکنه. ایدستان میویا همون نفرایی که امروز در قدرت هسته، ایدستان میویا یگان کاری که شما سبب بشه که انقلاب بشوه نمیکنه. شما انتظار باشه که علی رحمانوف انتخابات هم میگذرونه تا رمضان علی تماشا کنه که چند نفر دیگه کشته میشوه، چند نفر دیگه زندانی میشوه. شما ایت دانسته بگیری این حکومت نامرده، این حکومت رحم نداره به یگان نفر. به همین خاطر فقط میشوه که برای انقلاب این رحمانوف از سر قدرت دور کرد. دیگه یگان راه دیگه نیست. برادرها برو آمدن نویستند در اثر بین المللی در همه جا گفتن که رحمانوف یک دزده، رحمانوف یک وطن فروش، رحمانوف داره مردم بیگناه زندان میبره. یگان همین انسان ها را میگن رحمانوف که همین کارا را نکرد، لیکن رحمانوف گوش نمیکنه. خیلی کنه دیکتاتور دیگهش لوکاشنکو میگه که شما را ویبرتون نیپریزنایات، میگه که فیالت ویای برای ما را، شما را قبول میکنه یا که نه. دیکتاتور بیرحمش. رحمانوف هم باشه همه خیلی. ما اگر 1000 بگیم که ما رحمانوف را قبول نداریم، میگه که هم 4 نفرن. ما را کم میبینه رحمانوف. واقعا هم رحمانوف ما را کم میبینه. ما کمیم. باید ما همه خیلی باشیم که رحمانوف بفهمه که مخالفینه دیگه راه گریز بکوه. متاسفانه امروز همون 3-4 نفر هست که میبرند در برنامه ها صحبت میکنن، برنامه دارن، برنامه هاشون میبرن، در همه برنامه ها نمیبرن، مردم اشتراک نمیکنن. ما همجا وقت جدا میکنیم، وقتی قیمت خودمون برای شما میکنیم که من مینت نمیکنم برادران عزیز، من چیزی میکنم برای خودم که دستودم. در عوض این با میخوام که چیزی برای شما رو هم بکنم. من چیزی میکنم برای خودم میکنم که زندگی من خوب شود. یگان کس برای یگان کسی دیگه یگان کار نمیکنه. این چیزا دانسته بگیری. تا اگر یگان کار میکنی برای خودت میکنی برادر عزیز. اونجا ششتگی یا باشی نمیدونم
тамошо дорӣ ягон кор намехоҳӣ бикунӣ, ҳамин ғуломия ба гардан гирифтагӣ дар дили вагон ховӣ, шароитат вазбинай, ҳамин чиза қабул кардагӣ ба худат, ҳамин хемерай бародари азиз. Ягон нафар намеояд тағйир битӣ аз зиндагии тира. Та агар худат нахезӣ айҷод бисмиллоҳ нагӯӣ, ягон кор накунӣ, ягон кас барои на ман мекунад, на барои ту. мо мардуми шарифи Тоҷикистон худмон мегӯем ки бояд ягон кор бикунем. ба умед нашавем ки ягон нафари хоҷаи хориҷӣ кӯмак бикунаву баъд мо ягон кор бикунем. ин чиз нодуруст аст бародарои азиз. ба худо як нафари дига меояд кӯмак мекунад, ин хеле чизҳо ҳаст. ин хеле нафарҳоро ҳам ҳастанд ки омодаанд ки кӯмак бикунанд ҳамин мухолифина ки ягон кор бикунанд. не ки ман ӯ тоифа мухолиф нестам ки бигем ки ягон грант бигираму бирам баъд ягон кор бикунаму баъд зависими ҳамун бигем давлат бошам. Не, ман мехоҳам ки мардуми тоҷик бихезаву мо независими ягон давлат набошем. 201 дивизия дар мо чӣ кор мекунад? Мо наметавонем худмона ҳимоя карда. ки як рус овардем, дар як сол $1 аренда метиҳад. если як бор фикр кунеда, 48 сол договор подписатсия кардагианд, $48 дар 48 сол. барои ки моро ҳимоят кунанд, ҳамҷа бояд бестам. мо ки душман надорем бародарои азиз, мо ба ягон давлат, на ба Узбекистон, на ба Қирғизистон, на ба Афғонистон ягон мушкилӣ надорем. ин чиза шумо худтон медонед. дар мо чӣ дар кораи 201 дивизия? ин 201 дивизия барои ҳамин Раҳмонов дар кораи. ки рафтаву бо ҳамин мардуми тоҷик агар рафтаву айдарон ба ягон бела келман хест, ҳам 201 дивизия баъд ба сарша роҳӣ мекунанд, ОДКБ файрод мекунанд, мегӯянд ки ҳамин омадан биёед кӯмакам кунед. барои ин ҳамин қакорай. ягон манфиат надорад 201 дивизия барои Тоҷикистон. танҳо залалай. ягон кори моро ба ӯ буд намекунанд. ба ҳамин хотир бояд мо мардуми шарифи тоҷик коре бикунем ки кор боша бародарони азиз. ман ростиш мебурам 1 соат 1.5 соат суҳбат мекунам. мутаассифона ҳозир ютуб ҳамин шидагие ки моро мумкин Аврупо, ман ҳозир статистикаи ютуб ман надидастам ки моро агиҷо тамошо мекунанд. ҳозиро бинандаҳо кам шидагиянд. ютуб дар Русия маҳкамаи мардум наметонанд ё ки вақтҳои муносиб нест ки мардум битонанд моро тамошо бикунанд. мардуми Тоҷикистон ки хобаи ин вақт свет надоранд, мардуми Русияшам бошад ҳамон хел ба фикрам ки ҳамин Аврупо моро тамошо мекунад ё ки ҳамин давлатҳое ки қариби Аврупо, ай Туркия ва ҳамҷо. ба ҳамин хотир бародарои азиз, дастгирия фаромӯш накунед, бимонед лайкотона, видеоро ба дигарон бифиристед. линкмон дар зери навор гузошта шудагия. фикр назарҳотона метавонед тариқи студио бидроед, фикр назарҳотона бигед. ягон савол боша, мо омодаем ки дар савол ҷавоб бидиҳем. биёед мардум як коре бикунем ки як давлате бисозем ки зиндагӣ ҳамамон хуб боша, қонун барои ҳама боша. на ин ки 4 нафар биёяд худошона независимӣ бикунанд ё ки неприкосновенӣ бикунанд, дига инсонҳо ба мисли ғулом бошанд. Не, ҳама бояд як боша. агар раис ҷумҳур самолёт дорад, бояд ҳама шаҳрвандои Тоҷикистон самолёт дошта бошанд. агар раис ҷумҳур вертолёт дошта бошад, бояд ҳама шаҳрвандои Тоҷикистон вертолёт дошта бошанд. ин хеле нест. сабаб дар чие ки Раҳмонов ба Somon Air ё ки Tojic Air ба ҳамон вае ки Русия, Олмон, ҳар давлатҳое ки самолёт парвоз мекунад, ба қади мардум намепарида ё як самолёти алоҳида барои он чӣ корай он? менеҷери мардумай президент, ягон чизи дигар нест. президентҳои дига давлатҳоро мо мебинем дар раҳ рӯ. озодан инҷои мардум мегарданд. ягон вақте ки мардум интихоб мекунад,
دیگه پرزیدنت از چی میترسه وقتی مردم انتخابش کرده؟ دیگه به هم تلخش هم میگرده. امروز رحمانوف با 50 ماشین اخرانیکاش میگردونن، برای که رحمانوف مردمی نیست. رحمانوف مردک باشه که یک بار یک مسجد بروه، که یگان فوتبال بروه تا به یگان تلخ بلیخش. من باوری دارم که این مردم عادی به هم بقلشک شپکش میکنن، همه خیلی رحمانوف بد میبینن. راست آزادی نیست در تاجیکستان. مردم هم خیلی میترسن که یگان کار نمیکنن و همه خاطر هیچ که هیچی نمیگه. اگر آزادی باشه آدم را برای سخناشون یگان گپ میگن نروان کنج زندانشون نبره، به خدا قسم یک روز رحمانوف داشت نمیکنه تاجیکستان. هست هم در تاجیکستان دارم بچه هایی که میبراین گپ میزنن، لیکن میدونن که اگر از یک چی میگیم دهن منهوی میکنه میبره 30 سال زندان مون میکنه. آزادی نیست. بعد یک چیز دیگر هم بگم که مردم شریف تاجیک، تا وقتی که رحمانوف هست برای ما و شما آزادی نیست برادرای عزیز. نمیشوه. این رحمانوف دیگر نمیشوه. در 30 سال این نتونست یگان تغییر علاوه بده. تنها تغییر علاوه در سرقانون کرد، اومد زاره کرد، تولا کرد، گیریه کرد، جاش اومد نکلین افتادگی که من هم یک دو بار دیگه بیستم برای خاطر ملت. این ملت هم باورش کرد که این یگان کار میکنه. شما دیده که امروز همون نفرایی که قدیش صلح کردن امروز برآورد اکستریمیست شو، برآورد تروریست شو، برآورد ممنون شو کرد، طرفداراش هم میبره زندانی میکنه. همون انسانا را دیگه در تاجیکستان ممنوع در مدنشون. به همین خاطر برادرای عزیز باید ما یک کاری بکنیم که صلح یگان محل بر رحمانوف نکنیم، کاری نکنیم که خطا بکنیم. باید برای چی میگم که آدم باید گذشتهش بدونه. باید ما بدونیم که رحمانوف با کیا چی رفتار کرد. با ما هم همون رفتار همین. اگر ما واجب بریم با رحمانوف صلح بکنیم میگیره یا زندانمون میکنه، بعد 1 سال نیم سال با همین خلاص مبارزه تمام. برای همین خاطر برادرای عزیز باز هم میگم که دعوت همین است که بیای 400 500 نفره که ما را تماشا داره، من اینجا یک نفر طرفدار رحمانوف نمیبینم که دعوا میکنه که رئیس جمهور به حد انسانی خوبه، فرزندش انسانی خوبه، بعدی خودش فرزندش میوه. بیای که یک صحبت بکنیم. این من دعوت هم میکنم در برنامه. بیای فکر نظرهاتون بگی که برنامه‌های رستم بیاره پیشنهاد بکنه. یکی از برنامه‌های مخالفین خوبتره که مردم یکی اون خوبتر باشه، مردم برای اون انتخاب بکنه. من ضد نیستم که اگر رستم بیایه و یگان کار بگه که مینم برای منفعت ملت، پدرش میبرد زندان میکنه و پولای زندگیش میاره در بودجه دولت میمونه و برای مردم آوازش بتن، یگان مشکلی نیست. نیکی یک مردم باید بدونه که پدر نمونه میگن پسرش همو خیلی. این وقتی که پدرش نکرد، این ای پدرش بدتر میکنه. اینا دین مبین اسلام شم دیدگیان. اینا یگان تاش دوست نمیداره که در مسجد اذان باشه، در مسجد قرآن بخونن. یکم چخل بود که مردم چخه اتفاق بود، همه 5 وقت در مسجد ها بودن. حاج دستر یگان کس میبینی تا قسط فدک نمیبینی. این چیزا رو ایبین پول کلام بود. دیگه مردم مسجد نمیرون. امروز من با چند برادرات صحبت کردم، متاسفانه مردم خیلی بی‌رحم شدگیان. این زلالش زیادتر میرسه. اگر یک 5 سال دیگر همیتر بروه
دیگه ما نمیتونیم گفته که 90 چند درصد ما مسلمان داریم در تاجیکستان. مسلمان همون نفری است که نماز میخونه، روزه میگیره، مسجد میره، حج میره، زکات میده. آن این مسلمان. مسلمان تنها این نیست که تو بگو که من پدرم مسلمانه، ای پدرم میراث موندگی، این مسلمانی نیست. مسلمانی باید عمل بکنی که تو مسلمانی. وقتی تو نماز نخونی، روزه نگیری، صدقه نکنی، حج نری، تو گیجات مسلمانه. ولی میگن که در تاجیکستان 90 چند درصد مسلمانه. نه، اگر ما 90 چند درصد مسلمان میشدیم، همون وقتی که مسجد ایشان نوردین بستن، همون چه مردم میخیست یگان کار میکرد. نه برادر عزیز، ما را ای دوری بله میکنن، ملاهامون هم همتا کردن، آمیامون هم همتا کردن، فکر کردن که ما طرفدار داریم، نه که در اصل خنه بوده است. این آدما پیشواهای دینه، این عالما را آوردن چاپلوس کردن، خدمت کردن، اون خدمتاتو قدر کرده میشه و نه که امروزها اومده دیگه خاموشی را گرفته کو. بخدا کو شما را خداوند ایروی همین دین نصرت داد، آبروتون داد، خانتون داد، دسیزنیتون داد. همین دین بود که شما با آبرو بوده در بین مردم. این دین بره کو شما خور ذلیل میشه. بخدا دانسته بگیره که این دین اگر بره ای بین کو شما خور ذلیل میشه. خب برادران گرامی قدر، اینجا چند نفرها هست، اگر آماده باشه برادران عزیز صحبت میکنیم. خب اینجا یک نفر هست در استودیو، قبولش می‌کنیم. خب و علیکم السلام. خوش آمده برادر عزیز در برنامه. زنده و سلامت باشین برادر. خوب هستین؟ تنسیت هستین؟ تشکر. زنده و سلامت باشین. واقعا شما چیزی را که در اینجا بیان کردین یک درد تمام ملت مردم تاجیکستان است که این رژیمی که موجود است متاسفانه هیچ آزادی به مردم نمیتید و همین آزادیایی که موجود است همینا را از هم میگیرد و وابسته به همه امنیت دوز از مخالفان امروز باز هم اعتماد باوری دارن که میشود به رحمانوف یگان نقشه و یگان برنامه گفتگو را آماده ساخت و با او رفت نشست و صحبت کرد و میشود یک تاجیکستانی با رحمانوف داشت، چیزی که تقریبا 99 و 100% که هیچ امکانش وجود نداره که با حکومت دیکتاتوری یعنی با خود امام علی رحمانوف صحبت کرد. من نمیگم که حالا دیگه شاخه‌های حاکمیت، اگر که ما نگاه کنیم به این یک هفته آخر که یک مادر که فرزندی مثلا 8 ماهه دارد و فرزند شیرخوار است او را میبرن به 8 سال زندان میکنن و اگر که ما بگیم که خب رحمانوف پسیده است و با دیگه شاخه حاکمیت میشود صحبت کرد، با کدام شاخه حاکمیت میشود صحبت کرد وقتی فرزندی که مثلا 8 ماهه است مادرش زندان میشود و او بدون شیخری میماند و بدونی مثلا همون کسی که او را شب خوابش میکنه قرار میگیره، میشه اعتماد کرد که در این حکومت یگان وجدان بیدار موجود است. کدام وجدان وجود داره که وقتی که مادر میره زندان میشه فرزند 8 ماهه داشته باشه؟ پس بچنین حکومت گفتگو کردن امکان داره، نقشه را پیشنهاد کردن وجود داره که یک نفری هست دیلش به این ملت به این وطن میسوزه حکومت امروزه و با او میشه گفتگو کرد. اینم اگر غیر رحمانوف اگر کسی دیگر موجود می بود امروز حد امکان سر راهی همین نقاط همین چیز را میگرفت که همین مادر فرزندی 8 ساله را مادرش زندان نمیشید. یا اینکه نمونه دیگر شاکرجان حکیموف پروفسور، یه انسان میدونه که در دیگر کشورها برای اینها چقدر مبلغ میتین که اینها سرمایه گذار، مثلا در مالزیا
به خاطر جلب کردن دانشجوهای خارجی که سرمایه گذاری بیشتر شود، رفتن از امریکا، از انگلیس، از کشورهای اروپایی برای یک معلم $10,000 پیشنهاد کردن که شما بیایید ما برای شما $10,000 معاش میتیم در دانشگاه ما درس بدید تا اینه که ما بتونیم سرمایه خارجی را جلب کنیم، دیگه دانشگاه های ما نفوذ پیدا کنن در عرصه بین المللی، خارجی بیاد در اینجا تحصیل کنن. پروفسور ما که میتونه چونین کتابای بقوت و درس بتیه مردم علم بتیه میروند 27 سال زندانش میکنن. پس با کدام وجدانی بیدار میشود گفتگو کرد؟ با کی میشود صحبت کرد؟ نمیشود با اعتماد باور کرد با چونین اشخاصی که هیچ وجدان انسان و بیداری و خودآگاهی ملی ندارند. نه از خدا میترسن، نه از ملت میترسن، نه از کسی. به هیچ کس هم باور اعتماد اینها ندارند و باورم نمیکنن، نه به ما، نه به شما، نه به ملت، نه به اسلام، نه به مثلا همون عقیده و همون دموکراسی، به هر چیزی، به هیچ چیز اینا اعتقاد باوری ندارن. هدف اینا فقط رضایت این ملت، کشتن این ملت، زندان کردن این ملت، نابود کردن این ملت. وگرنه از سال 1990 تا این جانی میونه یک بهبودی بگه که در تاجیکستان اومده است که ملت نفس خشک کشیدگی است. برق مگر دادن، با آب نوشیدنی مردم تامین کردن که آب نوشیدنی بهترش در تاجیکستان است، تامین کردن، نکردن. با چی چیز؟ یک چیز بگه که با جای کار مردم تامین کردن، معاش مردم در اون حد رساندن که مردم کلی بازنشستگان و پنسیه را بالا بردن، مگر که یک موسفید ما بتونه امروز حد امکان از روسیه از فرزنداش نطلبه با پلی بازنشستش بخره. بله. یک نمونه شب بیاره که مثلا این همین گونه این همین ساحه را همین پیش برده. خب یک ساحهش هم میشه و گفت که پیش برده است، ساحه جهالت، ساحه بدمعاشی، ساحه فاحشه‌گرایی و این ساحه پیشرفت کرده است. دیسکوتک در تاجیکستان به اوجش مثلا تعدادش گم شده است. فاحشه‌گرایی امروز دوشنبه دبی دوم به شما رفته می شود. فاحشه‌های امروزه دخترای تاجیک در مالزیا و در دبی در فلان جا فروخته میشن. در این جهت ما پیشرفت کردیم. امروز ملاگران و بلاگران امروز در جهان فاحشه را تبلیغ میکنن هر روز. این نمیشود گفت که پیشرفت کردیم. ولی ساحه دیگری را شما پیشنهاد کنید که امروز در حکومت دیکتاتور امامی رحمان ما پیشرفت کردگی. بله. دروغگویی، نوباوری، از بین بردن همه اعتماد مردم، این چیز پیشرفت کردگی ما در جامعه تاجیکستان. از همین دیدگاه باید ما بهتر و خوبتر باید کوشش کنیم و تلاش کنیم که ملت از همین ظلم و از همین ستم نجات بدهیم. ملت کی نجات میده؟ خودش. همطور پروردگارم در سوره رعد در آیه 11 همه فرماید که ما حالت هیچ قومی را تغییر نمیتیم تا زمانی که این ملت خودش حالت خودش تغییر نتید. حالت ما را کی تغییر میتید؟ ما منتظر شیم که امریکا میاد ما را نجات میتید؟ امریکا هر روز $میلیارد به تاجیکستان کمک کرده شده است. ما منتظر باشیم که چین میاد به ما کمک میکنه؟ امروز با چین با تاجیکستان چقدر قرض میده، چقدر کمک میکنه، چقدر معدن‌های تاجیکستان امروز همین چین دولت دزدی میکنه میبره توسط همین حکومت. ما به روسیه میتونیم اعتماد کنیم؟ روسیه که امروز هزارها فرزند ما در اونجا به قتل میرسن چون یک حکومتی نجسی زیر دست چی قرار داره هر چی که روسیه بگه انجام میده. یک نمونه مثال شبیه بگه که با کی میشه و کار کرد. پس منتظر اعتماد هیچ کشوری نباید بود. باید از این سر خود کار برد و از نیروی بازوی قوی خود اعتماد کرد و گشت رفت تاجیکستان آزاد کرد. اگر ما منتظر اون باشیم که امریکا ما را کمک میکنه، توف به ما، توف به همین سیاست مداری ما، توف به مسلمانی و تاجیکیت ما. اگر بازم به روسیه اعتماد کردیم از این بدترش و به چین هم باور کردیم از این بدترش. هیچ کس نمیاد برای مربوط آزادی بتیه. آزادی را ملت به خودش میاره میتیه. در سوریه چی اتفاقی افتاد؟ سوریه تا زمانی که اینمی مجاهدا خودشو نخستن نرفتن این همین ظلم از بین نبردن، هیچ کسی ناومد اینا رو کمک نکرد. در لیست بدترین و ظلمترین تروریستی در امریکا همین انسان قرار داشت و در روسیه و دیگر کشورها، در ایران و در هر کشور دیگری. امروز همه کشور میره قدش ملاقات میکنه. چرا؟ چون با بازوی قوی سوریگی و ایمان کامل به خدا و به رسول رفتن این کار کردن، این کار کردن، انقلاب کردن، سوریه رو آزاد کردن. و اگر ما بازوی خودمون
آزاد نکنیم و نیروی خود اعتماد باوری نکنیم، نخیزیم، هیچ کس برای ما و شما نجات نمیده. هیچ کس ما و شما را نجات نمیده در آینده تاجیکستان. یگان نفر مطمئن باشید که هیچ نفری برای ما و شما آزادی را نمیارد. و اگر هر کسی را اومد، چی امریکا باشه، چی روسیه باشه، چی چین باشه، چی ایران باشه، هر کسی دیگه ای اومد برای من تو آزادی آور، او ذلت است، او آزادی نیست. همون آزادی را برای ما و تو میارن، اینگه نیستی. همینه که امروز ما زیر دست روسیه ایم. به بالاتر از این نمیارن، یک چوبچه دیگه میاره در سر قدرت میشنه، بدتر از رحمان و فیدوره میکنه. بله. پس باید ملت این چیزا رو تحلیل کنه، بررسی کنه، بیاموزه. خی تا کی ما باید منتظر باشیم که یک کس دیگه میاد ما را نجات میده؟ امروز ما از یک دیگر میترسیم. در این ساحه سیاست ما امروز با خود در دیگه منتظرن که کی یک کس بین دو مخالف جنگ میشوه، یک کس نسبت یا مخالف دیگه گپ میزنه، من برم افیر او را گوش کنم. همین قدر عقلش نمیرسه که امروز حکمت دشمنان همین ملت اومدین در مابین همین مخالفا با لباس دوست یا با دیگر جنگ میدوزه، میبره در لیشکه من میگه که فلانی نسبت در فلان جا فلان گپ زد، برا فلان گپ بگو. میگم تو عقل داری، تو تمیز داری؟ او به عقل شد، من به عقل نمیشم. من هیچ وقت در مقابل یک مخالف حرف نمیزنم. یک روز دوران جنگ شهروندی را انتقاد کردم، برادران نهضتی اومدن گفتن همینجا به ما ضرر میرسه. گفتم من قربان شما میشم، این همین روز این همینجا برای شما خفه شد، این همین حوض خیچی میبرم میپرتم میره. نخو حرف من کردم برادر مبارز را که امروز پدرش در گذشته در نهضت کار کرده است، امروز فرزند ای را برنجونه، فرزند ای در گذشته گناهکار نیست. پس اتحادیه و سرجمی ما دستی ماست. اگر ما این نیرو را جمع کنیم، مطمئن باشه که آینده تاجیکستان آزاد می شود. نباید با این توطئه‌های دشمن داده شد. ما امروز امید باوری را از خودمون دور کردیم. امروز تاجیک مخالف حتی باوری اعتماد نداره به انقلاب. بله. منتظر شیشته است که یک امریکا، یک اروپا، یک کشور دیگه بیاید برای من انقلاب کنه، بعد من بگم که السلام علیکم و رحمت الله، من فلان نفرم در فلان جا بدم، این کاری من. برادر این بدبختی است، این رذالت است. نخواهیم ما او قدر ضعیف باشیم که یک خانواده را نتونیم چپک کنیم. به خدا ای بچه شما همین اویله بشر اسد چقدر در قدرت بود؟ تا 50 سال در یه هفته سردرگمش کردن. در یه هفته ما یک خانواده رحمان رو فکر میکنین نابود کردن نمیتونیم، در حالی که سوریه را 2 کشور سرمایه گذاری میکرد. ایران با روسیه با تمام بازوی قوی در داخلش حفاظتش میکردن. پایگاهاشو در داخل همونجا بود که جا شدن پایگاهاشو. وقتی که اراده ملت موجود باشه، مطمئن باشید نه پایگاه نظام امریکایی، نه روسی، نه چینی، نه ایرانی، هیچ کسی به اراده ملت، به ایستادگی ملت توانایی چی نمیکنه، مقابلت کردن نمیتونه. ملت باید با این کار اعتماد باوری کنه که میتونه. باید ما مطمئن بسازیم این ملت در گردنش، در سرش، در همه جاش برسانیم نقطه که مردم بیدار شوید، مطمئن باشید که آزادی شما به دست شماست و با تمام اراده شما وابستگی داره. همین روز شما برخواسته، فردا در تاجیکستان انقلاب است. اگر همین روز شما اراده قوی داشتید، مطمئن باشید فردا در تاجیکستان انقلاب است. و اگر هر روز به فردا گذاشته، به فردا میمونه، و پس فردا میمونه. حضرت علی بسیار یک حرفی خیلی والایی داره، میگه که هر روز ادعا میکنی که فردا آدم میشم، فردا انقلاب میکنم، چرا از امروز آغاز نمیکنی؟ از امروز آدم شو و فردا نگذار کار امروز را. هر روز زندگی من ات سخت‌تر میشود. امروز اگر من مشکلی کمتری دارم، میگم این مشکل من فردا حل میکنم، پس فردا میام در راه مبارزه، بدونه که پس فردا یک مشکل بالاتر از این مشکل دیگر میآید که با دنبال حل اون مشکل میشیم. زندگی چرخ است و همین خیر رفتن میگیره. هر روز تا روز مرگ انسان آزادی نداره و مشکلات از مشکلات رهایی نداره. این مشکلات آمدن میگیره. برای نجات این ملت باید ما مشکلات رو نگاه نکنیم، بر بخیزیم و پروردگار حل کننده مشکلات است
و مشکلات ما را پروردگار حل میکنه. پس ایمانی به خدا، باوری به همین اراده قوی خود، باید به بازوی قوی بر بخیزیم. ملت این گونه میشه و نجات داد. برای همین باید اعتماد و باوری را کاملا از حکمت دور کرد و با هیچ ایمانی به اون نباید باوری کرد که میشود با حکمت گفت و شنید کرد و رحمان یک روز برای این ملت آزادی میارد. هیچ وقت یا فرزندی رحمان به این ملت آزادی میارد. هیچ وقت در هیچ حالت چنین واقعه به میان نمیآید. این در پی آوردن رستم امامعلی به قدرت در زندان دیده چه حالت رخ داد. هزارها دانشمند دیگر را بردن نرس کردن. شاکر جان حکیموف نمونه مثال است. به جای اینه که در پی آوردن فرزندش آزادی به ملت بیارد، تا اینه که فرزندش به سر قدرت میاره ذلت به ملت، سختی و ناتوانی را تا اینکه ملت ذلت‌تر و بدبخت‌تر شود. پس مطمئن باشد که رستم و محمد حالت خوبتر نمی شود. در حالی که ادعاهای اخیر همین حاکمیت این بود که در همین سال یعنی یک امیسیه زلاتوی امیسیه یا اینکه یک امیسیه طلایی به میان میآید و ده ها هزار زندانی آزاد کرده می شوند. کجا شدن این وعده ها؟ کدام زندانی آزاد کرده شد بجز قتل کشور زندانی ها؟ به نظر ما اکتبر بود نه؟ اولا هر چیز مگر سال گذشته و سال پارسالش در همین جشن استقلالیت وعده هایی نمیدادن که امیسه زلاتو امیسه میشه و یا که امیسه طلایی میشه و ده ها آزاد میشن. کی آزاد شد؟ سال گذشته کسی آزاد شد در همین امیسه کرده که شما در روز استقلالیت؟ همین سال 2024 کسی آزاد نشد. و این نمونه فریب مردم است. ما را هر روز فریب میکنن. بله. پس باید با تمامی بازوی قوی باید به همین مبارزه‌ای که اندک رم هستن اعتماد و باوری کرد و این دشمنی و کینه و بغض و عداوت از یکدیگر دور کرد. و اگر شما دلایل اثبات کننده ای داری که هر کسی هر کاری کرده است، برو در تنهایی باهاش صحبت کن و مشکلت رو حل بکن. بله. و هیچ گونه تنقید توهین در رسانه‌های مجازی برای شما هیچ آبرو و شهرت نمی‌دهد. بالعکس همون کسی که این کار را میکند شأن و شرف او را پایان میبرد. برادر عزیز، من هم یک چیز مشاهده کردم که در همین کدام برنامه مخالف باشه اگر یک کسی تنقید بکنه بعد همین 2-3 هزار آدم تماشاش میکنه. من هم متاسفانه هم چیز حیران میمونم که مردم ما یگان کنکورس نمیگذرونیم، یگان کسی یگان وای نمیکنیم. ما دعوت داریم که بیای سرجم شیم یک کاری بکنیم که همین رژیم ایبین ببریم. بعد میبینی که یک کس اگر رازبار بکنه بعد دیگه همین باور که تماشابین ها هم بعد دیگه زیاد میشوند، بعد دیگه نویس زیاد میشه و بعد دیگه دستور دیگه قبول نمیتونن کرده. همون چین میگه که یک خیودا میخواه که یک چی بگه لیست من در چند برنامه ها میخوام بدرم، متاسفانه نمیتونم در مدد دیگه هم جای پر میشه که نشون میده که 10 نفر زیاده دیگه تو نمیتونی صحبت کرده. اینجا یک برادر موسفید، برادر عزیز اجازه دادگی نیستی وقت قبول کردن نمیتونم، از اجازه دادگی بدی و باز اجازه ندادی که قبول کردن نمیتونم. اونجا میشینی بعد خفا میشه که قبولم نکردی. اگر ما را میفهمی همون تو غریش که یه بار دیگه بعد بدرو. متاسفانه همین خشیدگی امروز که یک کسی یگان چی میگه بعد دیگه من همین برنامه میگم که من با یگان مخالف یگان مشکلی ندارم. اگر داشته باشم زنگش میزنم مشکلی ما حل میکنم. این خیلی نیست که من ببرم و بعد همین کینا بکنم. من این چیزا چند دین آدم را تنهایی گفتم بعد همین ایفیر من میگم که من اگر یگان مشکلی داشته باشم یگان چیزا نفهمم اگر میبرم میگم که برادر همین چیزا شهر بته تمام. اصلا در عموم نیاز به جنگ دعوا نیست. ما یک دشمن داریم و دشمن ما امروزه حکومتی امروزه است و خود امامعلی رحمان به خانواده‌اش. ما دشمن دیگری در اینجا نداریم. درست است که در بعضی حالت‌ها یا تعداد انسان‌ها زبان خود اداره کردن نمیتونن و در کدام حالت‌های شاید حرف میزنن که به کسی ضرر برسونه یا کسی را برنجونه، اما نباید این باعث بغض و عداوت بشود که
اون بغض عداوت اون قدر قوی شود که دیگر پرده پیش چشم بیاید و در چهره یک برادر و یک مخالف دشمن رو ببینی. دشمن در تاجیکستان است، دور نباید آدم برود، در مقابل اون باید برنامه که حرف بزن. دشمن اونجا مونده است، برو در مقابلش هر حرف میزنی بزن. اگر واقعیت هایی که حالت مخالفه وجود داشته باشد و تنقیدهای برای بازگشت تاجیکستان موجود باشد، مرحمت تو اینه که بهتر بسازی این راه، تو اینه که هر کسی ضعف دارد ضعفش رو اصلاح کند برای بازگشت. متاسفانه ملت ما همین واقعه ها را دوست می‌دارد. در جایی که جنگ دعوا نباشد اونجا نیست. هر جایی که یک کس حقارت بتید، در یک رقص و تنس و دیسکو اگر اجرا کند اونجا میرود گوش میکند. یک کسی که زحمت میکشد و تلاش میکند و برای آبروی این ملت کار میکند، او یک بیننده نپیدا نمیکند. چرا؟ چون مشکلات اصلی ملت همین است که فقط از دنبال بیسوادان و از دنبال کسانی میرود که حرفی حقیقت رو نمیتوانند به مردم برسانند، بلکه مردم رو به سوی خشونت، جنگ، دعوا، بد اخلاقی و رذالت میبرند. این ملت خودش طرفدار همین چیز است. باید فقط در جایی باشه که در اونجا جنگ دعوا باشد و یک کسی خدا بسازه و این نفر من دوست می‌دارم به خاطر این دیگر باید برام دشنام بدیم، همون دیگرش هم یک برادر مخالف تو است. همین فلسفه شخص پرستی از ملت فارس باید گم کرده شود. این فلسفه در وجود ما وجود دارد که ما این مریضی را باید از بین ببریم. ما نباید شخص پرست باشیم، ما باید علم پرست و نظام پرست باشیم. باید نظام اصل واقع قرار بدیم. نظام است که باقی میماند، شخص از بین میرود. بله. ما اگر سبب‌های از بین رفتن دولت‌ها را ببینیم، دولت‌های تاجیک را، این شخص پرستی و این ذلت ما مردم بدگی است. کتاب نمیخونیم، دانشمندان احترام نمیکنیم و از راهی که دانشمندان برای ما توصیه میتین نمیرویم. میرویم جایی که در اونجا مثل قدم قربان، رقص و سرود و حقارت و یا که 4 کسی که در لباس دین و غیر دینی میاد شما را چیکار میکنه؟ به جنگ دعوا دعوت میکنه. فقط باید دنبال اون گونه اشخاص رفت. اما فراموش از اینجا میکنن که یک بار با تفکر باید کار کرد که با برادرانی که شما را برای روشنی و روشنایی دعوت میکنن و شما را با علم و درخشیدن آینده وطن، آینده سرزمین، آینده فرزندان دعوت میکنن، باید گوش داد رفت. بله. همیشه یک نفر پیشوای خونخور یگان فکر نظر داشته باشه. مرحمت. السلام علیکم. و علیکم السلام. صدایم خوب است؟ بله. السلام علیکم به مردم تاجیک، به گوش کنندگان شما برادر الماز. ҳамиқа гуфтанӣ ҳастам бародар ки и пешво то дафъш накунем, ай роҳ дурш накунем, ягон кор карда намеша дигар. ягон роҳи дигараш нест. тӯли 9 сол шидааст мо тамошо кардем, гӯш кардем. шахсан худам 30 сол дорам, 30 сол дорам. дар тӯли 30 сол ҳам чашмом оҳуй кардаги ҳами пешвои хунхора дидестам. ягон измененӣ, ягон фоидаш нарасидагие дар миллати тоҷик, дар мардуми тоҷик. барои ҳамин ҳама ҳамдаст шавем, ҳамфикр шавем, равем охи чӣ кор мекунем дига дар тарафҳои ғарибиву дар Россияву дар Амрикову дар дигар ҷоҳо. بله درسته. باید کاری کنیم که همه کسا سرجم شیم، یک کاری بکنیم که همه رژیم بین ببریم، یک زندگی خوب برای مردم پیشنهاد بکنیم. بله بله. ما انشالله همه وقت تیاریم، با شما هستیم. ای بسیاری چاپلوسان میگن که مقصد یگان کس طرفدار نیسته. انشالله همه در تاجیکستان منتظر یک شورش، یک غوغایی هست که مردم بخیزن. منتظر همین هستن. تمام. من بار اول است با شما صحبت میکنم، کمی هم در هیجان هستم. بار اول است вообще در همین برنامه مخالفان گپ میزنم. انشالله آینده با میدریم صحبت میکنیم. من دیگه یگان چی گفتن نیستم. رحمان
из страны вообще, чтобы тебя, твои родители, твои никто, чтобы там не был. تشکر برادر عزیز. انشاءالله که برنامه را تماشا میکنن میفهمن که مردم راضی نیست. Все уже, все кровь сожрал. Выпил кровь народа уже, высосал. Что было, то все продал. То, что в Таджикистане находится, они все продают. Все продают только для своей семьи. И все. Мы не хотим уже Рахмона больше. Все. Рахмон в отставку. تمام. تشکر زیاد برادر عزیز. اگر اجازت باشد من وجود حضور شما مرخص شیم بریم دیگه از دنبال کار و ان شاء الله که حتما کوشش میکنیم در برنامه بعدی هم وارد شیم و صحبت کنیم اگر این کن. تشکر زیاد برادر میندار که اومده در برنامه برادر الماس خدا نگهدار در تماس و دیگه برادر غرم حتما ان شاء الله که صحبت میکنیم بازم. بله خدا نگهدار. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبه؟ الحمدلله برادر. شما خوبه؟ تنجی فرمایید. سلامت باشه. شکر رحمت. هم برنامه شما در این وارد شدیم یک بار باز وای پرتاب با این با اثری نو اومدیم. خب موضوع برنامه دویر و کدام مثلا خیلی موضوع گذاشتگی نیستیم که در مخصوص در کدام موضوع صحبت بکنیم. من دعوت دارم که مردم شریف تاجیکی همه شهر ناحیه‌ها یک نفری میخوام که جلب کنم یک کاری بکنیم که در همین انتخابات رحمانوف برندی ما را بفهمه که مقصد ما چی میخواهیم. من میخواهم که یک نویسته بکنم، یک پلاکت بکنم در هر شهر ناحیه‌ها بزنم که ما چه بگم همین ما ویبر نمیخواهیم، ما آزادی و عدالت میخواهیم 500 پلوس. همه چیز باید در همه شهر ناحیه‌ها هم رنگ برگی بیت بریزه که حکومت بدونه که من طرفدار دارم در دری تاجیکستان. این همه چیز من مردم خواستم. الحمدلله که اوجه 78 شهر ناحیه به من نوشتیم. ما هر یک کدومش نوشتگیم که فلانیش فلان جا میخوای انشاءالله که برنامه را کشیدگیم همش تیاره. تنها انتظارم که چند جاها باشه بسیارتر باشیم. مثال من یک آدم گفتگیم هر جا میخوام که همین کار انجام بدیم. بعد حکومت خودش بفهمه که مقصد همین مخالفا واقعا هم آدم داشتن در دری تاجیکستان که یک از گوششون میکرده. اولینا میگن که حکومت میگه که اینا را کی تماشا میکنم 4 کسا اینش بوایش میبره گپ میزنه 4 مهاجر دیگه سرش گران کردن. ای مسلمانان شما گران نمینیم سرتونه. ما شما را گفتیم که زندگی خوب باید شما داشته باشه. شما این حق داره که باید زندگی خوب بکنی. این رحمان فکر ما را به این ذلت آوردگیه. ما باید رحمان جای کار تامین کنن. باید سویت بتیه. اگر سویت خودش نمیتونه باید اگان دولت دیگه بخره به ما بتیه. این حقی رحمان فهمیده که باید همین کارا را بکنه. نبرات سویت ملت پلی سهمیه داده گرفت ساز کرد راغونه امروز فروخته شده سویت در افغانستان در پاکستان. ما خودمون به سویت چیشته طلب بکنیم ما اکستریمیستیم و تروریست. بله ما در پهلت ما در پهله خودت هستیم علمت در پهله خودت همیشه هستیم. اینمو عبیدالله نمیتقی ما نمیتقی خود ما غرم ما این 2 نفر در پهله خودت هستیم. ان شاء الله در همه همین ناحیه‌های شهر ناحیه‌های تاجیکستان در پهله خودت هستن. در این ما شکی نداریم. از اون که انتخابات غیر قانونی است، از اون که انتخابات این توهین به ملت است، توهین به وطن است، توهین به همین مردم مظلومی که نون خوردن ندارن، این اشتراک مشارکت کردن در انتخابات این نشانه ظلم رحمان رو به اوج همون اعلا رسانیدنش است. اگر همین هر کسی که کمتر ایمان داره کمتر هویت ملی داره باید که در این انتخابات اشتراک نکنه.
خب بله همون جنگی که سال 92 شروع شده بود با قبل جنگ شهروندی، خب هوا تا هنوز ادامه داره. خود بعضی ها میگن که ما نمیخواهیم که وطن جنگ شوه، ناامنی شوه، مثال صلح و ثبات و این وای هسته همه برای ما بسنده. نه، جنگ ادامه داره، فقط جنگ یک طرفه هست. از یک طرف مردم سال 97 سلاحش رو به زمین گذاشتن به خاطر صلح، از طرف دیگر که امام علی رحمان است تا هنوز قتل داره، کشتار داره، سلاح داره، به ناموس ملت تجاوز داره، در ناموس ملت تخت و تاز داره. هر کاری که همین در حالت جنگی برای یک شهروند، برای یک مملکت، برای یک جامعه روی میدهد، همین امروز در جامعه ما هستن. ایره انکار کرده هیچ که نمیتونه. هر یک سخنی که ما میزنیم، هر یک سخنی که ما میزنیم، ما با فکت، با دلیل قطعا میزنیم. ما در دست ما دلیل ها داریم برای همین ظلم رحمانوف، برای از آن که پاش ای قانون دراز میگذاره، بیرون میگذاره، برای هر یک جنایت رحمان ما دلیل داریم. صدها نه هزارها دلیل داریم. ما با دلیل قطعی میبریم گپ میزنیم. این خیلی هوایی نه. اینا برای یک دلیلش از اون که پاش فراتر ای قانون میگذاره، میبروید در منبر میگه که قانون برای همه شهروندان یک است، از اون جمله برای من. خود همین پیشو ملت اثبات کرد که قانون برای همه برابر نیست، برای همه یک نیست. همین را در کدام حالت خودش اثبات کرد؟ به ملت پیام به ملت داد که این سخنهایی که من میزنم، این سخنها را این برای شما هست، شما قبول کنید. برای من قانون وجود ندارد. برای من قانون جنگل است. ای کاش که همین جنگل در هوای اقلا شیر میشید. همون شیر میشید که همین ملت ایرانج عذاب ای روسیه میگریف میوار خودش مثل شیر وای میکرد، حس میکرد، غرغر و حرحر میکرد. نه که مثل یک شغال ای رحمانوف، فهمیدی؟ یک ساید یک کسی گره میگیره، میدزده میخره. خودش همون قدرت نداره که ساید کنه. یک چیز یک وظیفش طلبندگیه، تمام دنیا را میرود طلبندگی میکنه. ای ما گشنایم، ای انما المؤمنین اخوة، پیش عرب میرود این گپ میزنه در کنفرانس اسلامی. برای چی ما که مسلمان هستیم با ما را پل نمیتیه؟ شما دولت های بای هستی، شما مسلمان هستی، ما هم مسلمان هستیم. در جای دیگه میآید میگه قانون برای همه یک است. در مثال شهباز رجبزاده اگر 100 بارها هم تکرار شود، من ایره تکراری به تکرار میکنم که همین انسان خیس اثبات کرد که همین قانون برای همه برابر نیست. در همون برنامه، در همون منبر برآمد، هم سودیا شد، هم پروکرور شد، هم مفتش شد، همه چیز شد. این خاله همه کاره با همه کاری که همین لازم نیست دست میزنه، نوش میزنه. اینش اثبات شد که همه انسان هیچ حد و مرز، هیچ حد قرمز را نمیشناسه. برای همین برادران خب مبارز هیچگاه فریفته سخنهای شیرین این ابله دیکتاتور نشه. اگر او انسانایی که ما میگیم که مثال چاپلوس ها میبراین طرفدارش میکنن، حقشونه. اگر طرفدارش نکنن اینا خیانت به همو امام علی رحمان میکنن، به همو دولتی که به دولت نه، به همو حکومتی که حاضر ای پشت و زندگی میکنن. همین لقمه نان شو به هر راهی که واسطه نباشه میآون میخورن. اینا حقشونه. اگر نکنن اینا نامرد هستن. از نقطه نظر من هم نامرد هستن. اینا از دیدگاه من هم نامرد هستن. برای که شرایط ما حیا کرد، در دستشون داد،
اینا باید که طرفدار اوی بکنه. ما باید هیچگاه غمگین نباشیم. لیکن از اون که اون ملتی بیچاره‌ای که سوید نداره، قوه برق نداره، زندگی خوب نداره، کودکاش در تاجیکستان خودش در روسیه، او انسان میخیزه از امام علی رحمان پشتیبانی میکنه. انا بدبختی در همین است. بدبختی همین است که همون انسان خودش در زیر ظلم است، نون خوردن نداره، آزادی نداره، همه چیز از دستش گرفته شده است. یک اوچسکو میاد در طور سرش اوکازد میکنه زندگیش که تو چیکار که تو چیکار نکن. با امروز میخیزه مثال از پشت امام علی رحمان گپ میزنه، امام علی رحمان حمایت میکنه. انا بدبختی همین است. برای همه میگم که ملت نباید در این انتخابات اشتراک کنه. ما در پهلوی ملت هستیم، ما با مردم هستیم. چی که من ممکن که ذریعت با همه قریبی تمام شود گپ زند تا وقتی وای کردن هم جستیم. سلام علیکم، موسفید بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الماس سلام، شما هم سلام، تمام مردم تاجیکستان به سلام. گپ همین که همون بچه‌ای که پیش از کی در اومده صحبت کرد بسیار گپ سوز زد. همین نمازم در وقتش، همون بر وقت سر کنید کار حل می شود. بعد در خصوصی همون جنگ تلاش مبین مخالفا را نتید. سلام علیکم. دیروز برادر مهاجر گپی هم نرفت دست می. نه صدای شما هست. اینجا یک برادر در آمد سلام علیکم میگم که بعدی برادر شما صحبت میکنه. یک دقیقه. دیروز همین برنامه اشور را تماشا کردم. 2 ساعت با یک کس فقط همون جنگ جدال مبین مخالفا گپ زدن، مسئله را حل نکردن. ما میخواهیم که در تاجیکستان دیگرگونی شود. یکم ما خواستیم ما دیگرگونی. در درون مخالفا همه مخالفند، تمام تاجیکستان مخالف. در مابین شما یک کس در اومده یک کس گنده میکند، بعد 2 ساعت افره میگیرید. من 2-3 مراتبه در اومده همون حسین با گپ زدنی بودم، وای منم گوشم نمیکند، چونکی وای فقارش دیگر اشورف یک خراکتری بدیش است که میکروفون میکشد، گپ آدم گوش نمیکند، گپ خودش میزند. 2 مراتبه به من توتی را نقل کرده پیش از این خیلی آدم ها از رفتار خودش نشون میدهد که دیکتاتوری آینده انا همین خیلی آدم ها باید که جمعیت اول گوش کند. یک بچه سنی سالش مایده در اومد گپای نقل زد در اشورف، میکروفونش خاموش کرد و گپ خودش زد. این خیلی نشده است. شما مخالفید، همه مخالفید، من هم از اون جمله مخالفم. ما باید مسئله خیلی برنگون کردنی همین دیکتاتور با پیش برید. بله من هم میخوام. من نمیخوام که یگان نفر بیاد در برنامه من برادر اشورفا بگه یا که برادر محمد اقبال یا کبیری را یک خطابی دیگری همون مرده که من میگویم همون خودش قطعی صحبت بکنه خوبتر میشه. مثال ما شما گفتید همون روزه که محمد اقبال وای کردن، محمد اقبال هم همین گپا گفتن، لیکن یک غلاموس میدراید و این خیلی گفت اینش این گپی کامپیره، این گپی کامپیرو. شما مرد روشاد گپ میزنید و به پیش میبرید، کار در انا همین میشود. بعد یک با عیبی کی را گپ زنم وای میگوید روشاد برای مرد باشد، از دور روشاد بر اومدن میتونی، لیکن در دور نمیتوانی. مردم ترسانچک میکند. با وای زندان لازم نه به جاهل. انا چقدر مردم در زندان هم کشتند. هر یک بچه همین روشاد بر اومدگی در تاجیکستان بودگی را یک تا میکشه، یکی دیگرش میبینه ترسانچک میشه. این خیلی نه، روشاد نبراید.
بچه ها احتیاج کردن در کار. یک شکی کشت، انا همین ترمه که بی‌ضابطه کرد چقدر مردم تاجیکستان به لرزه در آمد. خونیم انسانی به ترس هست. اینا از خاطر نبرارید. این کار خطایی همین اشور حسین. من مردم میگوید مردی در میدان جنگ میشود. اینا از خاطر نبرارید. عسکر بای ندید. عسکر که بای دادید همون قدر. این من یک موسفید 70 ساله هم. او بچه ها یک بچه های این همون قدر این کلون سالهایی که عزت امان همون قدر از پسی وای ها آدم ها بود. من این همه این چی یک 8 کس این مردم برد ترمه کرد. از پس اینها آدم بود. یک بچه کوچه بگشتگی رو شد برایت و از پسش هیچ کس خلاص نمیکنه. این همون حسینف نمیرود. بعد اگر در دورن ازدحام آدم خودتون باشد سنگ از دور نزنید. سنگ با مواد میرد همون دورن ازدحام جنگ و جدال. و اگر پدرتون باشد به سری پدرتون زدنتون ممکن. از دور سنگ زدن نمیشود. اینها از دور سنگ میزنند لیکن عاقبتش در کجا میزند نمیگویند. مردم از همه گلاونی از همه چیش بچه ها ترسک میشن. روشات که بر اومدن چارچه برده با میبرد میپروند. زندان لازم نه برای این جاهلا. اینا فهمیده گیرید. برادر عزیز نگاه کنیده مثال هر کس همون استیل برنامه خچه داره. من زید نیستم که آدمو با چهره برای که به چهره هر کس استیل برنامه خچه داره. مثال همون خیلی دعوت کنه خودش جوابگو آید. من وای جوابگو نمیشود. این خیلی این دایم در همین درباره توتی کرگس گپ میزند. همون اشورف توتی کرگس خودیش برای چی؟ من روی خودش من گفتنی بودم. برای چی؟ من شما با گنده نکردم. من همین گپ میشنود. همون میشنود. من موسفید من چند مراتبه بر اومدم نصیحت کردم. وای من گوش کردن نمیخورد. همون بچه هاشم نصیحتی درست کرد. تقو دموکراتش همینه که مثال مردم اینش وایش گوش نمیکنه. درست. الماز گوش میکنه. الماز دقیقه. باید تحمل بکنه برای که ما خودمون همین دموکراتی خواسته شدیم. دموکراتی همون هم باشد هر یک شخصی که مینینش دائم تغییر می‌یابد در این جمعیت بسیار است. فهمیدید می؟ حاضر اگر من شما با میگم من از 70 برفتم. از همون گذشتی پیشترم باسماچ قرباشی میگفتن. قربانی سرشون مردند رفتند. از وای ها فقط همین یتیم ها مونده. ترسانچک ها به ریولوسیا داخل شده دولت سویتی پیدا شد. فهمیده گیرید. تاریخ نقص فهمید. قرباشی این آن شخصانه که قربانی سرم میشوم همین رژیم دولت سویتی به خاک تاجیکستان یا ازبکستان در اومدن نمیمونم گفتگی. آدم ها ازبک ها بودن منغیت ها بودن. اینها فهمیدید می؟ باسماچ گفته هم این کلمه ازبکی. ما همین تراژدیا یعنی اینکه همین دیگرگونی باید که پخش کنیم. باز این پخش کردن. باسماچ گفته انا همین چیز میگوید. این یک تراژدیا میشد که ما عرف عادت خودمون بای میتیم. گفته انا همین باسماچ ها حرکت کردن. گرچنده که همون قدر حرکت کردن باید کشتند لیکن دیگرای ترسوندن ریولوسیا پیدا شد. فهمیدید می؟ عرف عادت هم گم شد. دیگرش هم گم شد. انا همین چیزهای من تاریخ من شما با همیشه گفته میتیم. وقتی که کمونیست ها آمدن همین تری دامولای کلون کمونیست شد. کتاب اتئیسم علمی نوشت برای اون که آن ترسک بود. فهمیدید می؟
انا بعد از که اسلام با این دیگرگونی شد همون کمونیست ها اسلام به در آمدند. بعد از وی با انا ترسیده با همه با کمونیست با دموکرات شدند. یک ایدئولوژی انسان دائم تغییر یافته میسته. برای انا همین اگر روشاد برای 10 تا بچه برده پراند باقی مونده تاجیکستان با ضعیف میشه. اینا فهمیده گیرید. روشاد نبراید. باید پتپال نباشد. در میدان وقتی که میبینند روشاد میبراید. من این به باوری کلان دارم. لیکن ریولوسی همین روز برای چی همون قدر آدم بردن ترمه کردن از پسی و یا یگون کس نخست نبرامد برامدن در کار خستن در کار همین روز خستن در کار 50 تا براید با 50 دیگر امرو میشه. کای میبید کی اشورف میرد می اشورف از دور گپ میزنه. وقتی که ریولوسی سر میشه در دون تاجیکستان همون وقت هم ترسون من شما با میگفتگی گپم همین که من لیشن خودم در همینجا محکمم. منم محکمم. من نمیخواهم که برای تمام خلق تاجیکستان یک خودم طاقه برآمده من بیرق برداری کنم. گیردی من با آدم در اینا فهمیده گیره. لیکن مسلح نباشید. یک تا دو تا آدم این کار کردن نمیتونه. این کار یک لیتی که چیه دیده برایتون بچه ها یوشی نکنه. این کار کار کردن در کار یک جای خستن در کار. انا انفرماسیا یک منطقه با دپوستیم رایونی یک کنجی چی با خستن می دیگر رایون ها خیزن یک بار خیزن همه جا باید بیسن همجور شود که سلاحش نرسد بیلو کلند گیرند خیزند سلاحی و کشند گیرند اگر سلاح بردارد به سوی مردم. در همین حالت قتل کم میشد. در یک هفته 10 تا 15 تا آدم برده محکم کرده قوه کرده کشته پرتفتن تونیسوده است. اگر یک مراتب پخش کنه در یک ماه بگذار 1000 تا 2000 تا آدم میره. فهمیدید می این سالهای طولانی به چقدر مردم ما بای داد. فهمیده گیرید. بعد یک دیگر گفت همون یک زنی روس از یکاترینبورگ از سوردلوفسک اوبلاست قطعی 4 بچهش پدری همون 4 بچه تاجیک بچه بوده است. خطا میکنید بچه ها میبید زنی خودتون طلاق کاغذش میتید یعنی اینکه از زکس کاغذ برای اون که همون گراجدانین روسیه شوید زن یعنی اینکه جواب داده همین حرام اینجا اومده یک کس که زکس میکنید بعد فرزنددار میشید فرزندش قبول نکرده است همون پدر نلت همون بچه 4 خونه که از خودش تولد شدگی در تاجیکستان قبول نکرده است در گستینی خوب و همون هم رسانید این کارا را نکنن. نوم تاجیکای بد کرده یاردم کنن تاجیکا به همون 4 فرزند تاجیک. بله انا همین بله درست میگه. برای همین بارشته درست گفته که آدما میاین در روسیه برای پاسپورت چیده میگیرن میبرن تو مردم. این روسیه پاسپورتش به مثل یک کاغذ حاجتخانه استفاده میشوه. درست نکنه که برای یک پاسپورت چیده اویلوهاتون بمونه. بعد همون بچه گفتی به امید امریکا هم نشه. از امریکا هم حاضر همون جای همیشه خارج کردن. همین روز هم 8 کسه دستگیر کرده خارج کردن از تاجیکستان 8 کسه خارج کردن. برای انا همین به امید یگان جا نشوید. زمین زمانی خدا ما زمین آباد شده نشتر در تاجیکستان باید جای گیره. ما دیگر یگان کس وای نمیکنه قدر نمیکنه. قدر خدا ما باید در زمین ما یاد. بله تقا تشکر زیاد. اینجا در استودیو چند نفرای دیگه هستن انتظارن که من خارج کنید من میبخشید کسی که دشنام کردگی باشد دشنام کردن گیرد من. لیکن من اون چیزی که گفتم اسکرین از تگی دیلم گفتم برای مردم تاجیک از سوختنم گفتم
احتیاج کنید خودتونه به پیش روید و غلام نباشید. انا همین تشکر. گپی من. تشکر. اما به احتیاج ها نکار کنید. خب برادر عمر سلام علیکم، بفرمایید. علیکم سلام. سلام علیکم برادر الماس. امیدوارم خوب هستی برادر عزیز. الحمدلله خوبه. خداوند نگهبانت باشه برادر. بله. ما طرفداری همه مبارزایم، نه طرفداری یک کس. طرفداری اکای حسین اشرف هم، طرفداری اکای محمد اقبال هم، طرفداری همه تونیم. ما میخواهیم که برادر ما عزیز برادر من عزیز همه یکیم، پروسه کمی همین هر کس برنامه خچه داره. اگر ما یگان چی نیست، همین مردم همین، من نمیگم که همه مردم طرفدار یک نفرن. هر کس محقل هر نفر میخواه که قطعی همون نفر صحبت بکنه یا که در همون برنامه ها اشتراک بکنه یا که طرفداری همون انسان ها بکنه. منم طرفدار کبیری هستم، مثال طرفدار اشرف هستم. مثال ما یگان مشکلی نداریم. درست ایجاد چند نفرایی که میدرویم بعد یگان شور شیطانی میکنن، میخواهند من سیاه کنن یا در پیش من سیاه کنن یا من در پیش محمد اقبال سیاه کنن. انشاءالله که ما یک چیزا را میگذشتگیم، میدونیم که خیلی انسان ها که میان همین تفریق ها را میاندازن. به خدا که ما یگان مشکلی نداریم، ما صحبت داریم بین خود، ما یگان مشکلی نیست. راست همینجا میدرویم فکر میکنن که ما این وایمونه بعد میبینیم. نه، هر کس برنامه خچه داره، هر کس روی خچه داره. با پیش مرحمت شما را میتونه که برنامه بسازید با من طرفدار خود که اگر یگان کس بیا و همین برنامه بسازه و یک برنامه بکشه که برنامه انقلابی باشه و مردم بخیزه انقلاب کنیم و رحمانو را سرنگون کنیم. ممکن من نمیتونم، یک کسی دیگه میتونه همین کارا. من طرفدار همون آدم، من طرفدار همون نفره که همه حکومت سرنگون بکنیم. انشالله نزدیک. خب برادر عزیز برای دقیقه همیشه یک برادر مجاهد، برادر عزیز شما اجازه دادگی نیست چند بار شید میدروه ما شما قبول کردن نمیتونم، بعد مثال زیخ میشه که ما را قبول نکردن. من خواهش میکنم که از سرکه بروی اجازت بده پس اون وارد استودیو شوید. بفرما برادر عمر. برادر الماس، برادر من چی گفتم؟ همه مبارزا برادر اکای استاد مودین کبیری، برادر حسین اشرف، استاد محمد اقبال برادرها، همه شما باید شخصانی که میدرویند در همینجا بین یکدیگر شور و غوغا میدوزند، ایشه به ایش گنده میکنند. مثلا حسین اشرف، محمد اقبال، مثال یک امنیتی درآمد در برنامه اکای محمد اقبال، مثال گپ زدن. همون چند همونجا بودم ولی من گفتمش که اگر یگان دلیل داری بعد ما اینجا اشرف سری سود میکشیم. خب بیارد که تو چود دروغ میگو، چود تهمت میکنی که نکرد هم تا برومات برا. همو برادر محمد اقبال باید میگفت که هوای مثال کنکرت تو گارانتی داری که همین نروشنی کرده، نروشنیشه انخ برور پراموی افیر ده مثال مردانوار انخ نشان داده میتونی چیکو کرده. بعد دویمش اینکه همو برادر محمد اقبال یگان خطاگی نکرده. همینجا برادر محمد اقبال گفت که طرفداری از همو زنک کرد. یک زنک برآمد جنگ شد که طرفداری کتی محمد اقبال دودوی کرد، طرفداری احوای کرد، طرفداری اکای حسین اشرف کرد. بعد برنامه حسین اشرف هر کس هر خیل فهمید. برای همین خاطر بگم که مردم باید درست بفهمه. من نمیگذارم که یگان نفر بیاید همینجا یگان برای من سگ اشرف ایامو آدمایی که طرفداری رحمانوف میکنن همون سگ اشرف به قدرتره. البته منم خیلی با خودش یه طرف بسته. اون وقت چند سال شد مبارزه میبره، چهره آشکار قطعی میبره، دعوت داره مردم که بیا یک کار بکنیم. یک طرفدار حکومت میومده و برادر من دشتم میگه که خورد میکنه. برای من پچاق پیسته قدر ندارم اون انسان. من باز هم میگم که سگ اشرف اگر سگ داشته باشه به قدر نزد من
چه همون آدمی که طرفداری ای ظالم میکنه. анакун бародари азизи ман гап мана гӯш кине. ман гапҳои важн дорум бародарҷон. ҳамун бародар муҳаммад иқбол дар ҳақиқат ку ҳамиша нарай да бародар мардак бори честни сидқан 100% мубориза бурдестай бечора ҳавай ки бинан ки пир шудай ай мубориза бурдана бечора ай Муҳиддин Кабирия уже чанд қадар ёшай мисол чандин соло ёшай вая бинан чӣ хешида рафтай бечора. як медонен чи иҷа чӣ гапай ҳами занак буромада камиҷа катим ки Муҳаммад Иқбол акай Муҳаммад Иқбол додувой кардак ҳаму бародар бечора тарафдорӣ аз ҳаму ки кад Ҳусейн Ашуров кад тарафдорӣ ҳаму занак кардак. ӯ амнияти буромад ки буромад набуромад вай ман бовар надорум ки буд набуд лекин бояд муборизо ҳамин мухолифо бояд мудри шиданашон дар кораи мудригия ман дар иҷа намебинам. ҳозир ҳамун занак барномаи Ҳусейн Ашуровда буромад Муҳаммад Иқбол ганда карда Ҳусейн Ашуров авая гӯш дорад ва вақте ки ман барномаи Ҳусейн Ашуровда дуромадам ман пурра фаҳмонданӣ будум вай мана қатъ кард телефонма. Алин нодуруст ай ва меге темара мекишем бояд мо чикор бикунем ки мардума сарҷам бикунем. мо бояд даи фикр бошем. мо не Муҳаммад Иқбол қати Ашуров я тай дигааш. ман хоҳиш мекунам агар ягон чизе дошта боше бихоҳе ки биге ягон чи ҳамун бародаро барнома доранд медрои қатишу суҳбат мекунем. хоҳиш мекунам ки ҳамин медонем ман чӣ гуфтам. این تема بود. چند نفر دیگه است ما را انتظار ای منم راستیش تای 2 ساعت در برنامه هم میخوام که همین چند نفری هست همینا را قبول بکنم و بس من خداحافظی بکنم آخری برنامه ای. یک دو سخن دارم برادر جان. انشالله اگر ما مدری شویم مدری اگر که کسانی که میدرویان برنامه حسین اشرف دا برنامه محمد اقبال دا برنامه مهدین کبیری دا مثال برنامه میکنن برنامه خود دا یا اگر مثال مثلا حسین اشرف گنده میکنن با هر حیله پالیتیکا باید همون برنامه دا رخصت ندادن در کارای گفتن در کارای که اگر که تو گارانتی داری که هم خیلی نروشنی کرد این همو اگر که رخصت هم داد تو همین پراموی افیرده نشون میتی همو اگر امنیتی که ایدرون میدروه پراموی این هم خیلی میبروی خطا نشون میتی پراموی همو چی نروشنی کرده کنی برور کنی زاپیسشه بین یک دیگر جنگ شدن در کار نیست مخالفه باید مدری شدن در کار. اگر کسانی که ضد محمد اقبال مثلا تو گپ میزنی یا حسین اشرف گپ میزنه یا محمد اقبال صدرالدین ضد حسین اشرف گپ میزنه باید آدم مدری شدن در کار در اینجا برآمده پرامویده واپشه گپ زدن نکنه. آدمی مدری آدمی با سواد آدمی با عقل باید واپشه گپ نزنه ضد مخالفه که ضد امام علی ولد زینوی مادر به خطا رفته ضد وی جنگ کردن در کار نه ضد یک دیگر تون واپشه گپ نزنه آدمی عقل آدمی مدری واپشه باید گپ نزنه ضد همین برادرای که در همین استودیو برآمد میکنن واپشه گپ نزنه آدمی عقلی کار میکنن. انشالله شکست امام علی رحمون نمیگذاریم که گپ زنه. اگر کسی دلیل داره چیزی داره بیاید انشالله با دلیل فقط صحبت بکنم. خیلی نیست که بیاید انشالله شکست نزدیک برادر عزیز شکست امام علی نزدیک انشالله ایدرون ما حرکت میکنیم. اگر که این علاجش باشه من میخوام نمره شما واتساپ دامن باشه من انشالله حرکت من در اینجا نمایشتی نیست. یک خطاگی سخت همینه که پراموی برآمده گپ زدن رو شد این نوتوری است. این گپ کانکریت امامعلی افیری گذشته ما یک روز پیش روز ششم تماشا کنید. رقمای تلفنم هست انشالله که در علاقه برای صحبت میکنیم. تشکر زیاد انشالله ایدرون انشالله من حرکتی من انشالله خدا روزی باشه گپ کلان گپ نمیزنم من در اینجا کینو نمیکنم. آدمی مبارز باید ایدرون سر کنه. ایجا
میبروی اینجا چیکار میکنه میگیرن نستید میکنه. این امام علی دا یک قاتل یک خونخوره در اگه 2 میلیون تا میکشه هم نیست میکنه تورما نمیکنه میگیرن نیست میکنه نابود میشه تمام هیچی پروستا نو. بله برادر عزیز هدف مو درون اومده ای درون و یک گلاگو دوختن در کور ای درون میدروی ضرر میرسونی پروستا او دی نیست شدن در کور نیست پروستا او دی تیاکو همین رنگی خیلی در یک وای میپرتون الومینیایی کو میپرتون بخور میشه خیلی در کور نیست ای مودا من میخوام ضرر مرسونو وای خوتیک چپا شوه فهمیدی برادر؟ بله برادر عزیز تشکر زیاد. انشاءالله که رقم‌ها را از برنامه گذشته بگید در روی اکرام بود انشاءالله در کدام وایده روز ششم گفتین برادر؟ بله روز ششم افیر بود اونجا در روی اکرام بگید. بله خداوند نگهدار باشه برادر عزیز. تشکر خدا نگهبان در خیر. خب اینجا با حق باشید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. بابای الماس شما نفتین. تشکر برادر عزیز. زنده باشی. زبنده این برنامه هستی برادر. تشکر. نه که ما نمیخوایم که همین برنامه ما را بزیبه. ما میخوایم که یک کاری بکنیم که مردم سرجم بکنیم. دعوت داریم که مسلمان ها همه شهر ناحیه‌ها یا تایید در تماس برای یک کار بکنیم. همه کسا من نمیتونم با تنهایی خودم یگان کار کرده بیای یگان کار بکنیم. من شما را نمیگم که بیای با چهرهتون صحبت بکنید که شما مشکلی بشوه. بیای یک نقشه میکشیم یک کار را میکنیم تلخه حکمت میکفه. وقتی که ما هم یک برنامه دارم من همیشه چند برادرو را گفتم اگر ما هم کار را بکنیم رحمان فدیلش میزنه باور که پروست اولی در تاریخ مبارزه اولی یگان مخالفو همین کارا را کردگی نیستن. من میخوام یک کاری بکنم که جدید باشه یک کاری بکنم که مردم جلب کنه بعد همین مخالفو بفهمن که ها در تاجیکستان هم آدمای بدین که همینا را گوش میکردین تماشا میکردین. ما باید ایتسا نشان بدیم که ما مخالفا را تماشا داریم ما مخالفا را دستگیری می‌کنیم. اگر همین برنامه‌ای که من کشیدگی من پیش همین انتخابات اگر همین کارا انجام بدیم تو رمضان تمام دیگه رحمان دلش میزنه. و همین خاطر دعوتی من هم همین است که برادرای عزیز همه شهر ناحیه‌ها یک نفری زیاد نه که شما را اینت وای تا بشناسه یک نفری در علاقه برای انشاءالله برنامه هست کار میکنیم که دندان کرسی رحمانوف میجیم با بفرما برادر. برادر الماس یک چی بگم خدا همین یک مهاجر از مسکو من همین شما رو برنامه تو خیلی چند قدر برنامه نبودی همین برنامه شما رو نگاه میکنم همه شما یک گروپ اینه یا که چه من نفهمیدم همیشه همین خودت برادر حسین اشور برادر محمد اقبال برادر برادر عزیز من یک حزب علاهیده هم آزادی و عدالت برنامه 500 پلوس دارم میخوام که بیام اگر رئیس جمهور شدم مردم 500 سامانی بتیم. اونا گروه 24 ان اوسه هست پیمان ملی گروه با نهضت اسلامی مثال 1000 حزب حرکت ها حزب نو برادر پارتیزان های ایجاد برادر مستقل استانه فای طرفداری های لقیام میکنه مثال همه هدفو یکه که رحمان کنه میخواهیم یکی متاسفانه یک جان استیم این همه خش همین یک جان نبودن گوش که برادر الماس ما همیشه فهمیدیم که گروهین الان همه تا حفظ کنه همه مبارزین در یگان تا دشمنی نداریم همه تا باید چشم نگاه میکنیم ما فکر میکنیم که موبایل مخالفا یگان گپ نیسته نباید که همین شما اینا مثل من وره میدرو یگان کس یک فیدنه رو میپرد و یک لغمه رو میبروی نبود میشه نمیشناسیم نمیدونیمش باید که ایمان در ایمان ببریم یک گپ بگیم ایمان در ایمان یک گپ بگیم نباید ما این کار بکنیم. دشمن اساسی ما رحمانوف قاتلی به ایمانی بگیم که کسی در جمهوری تاجیکستان است
شما خودتون ناز میدونین امیرا. بله ما باید که 100% رحمانوف من با نیستیم و خودت بکنیم برادر الماس. والله قسم میخورم با چهره دعوت کو الماس برادر، اگر به چهره دعوت کنی کو تو مردن تمی اروپا دو بشین یک دنه میشوی یا دنه رو ایر مطمئن بور برادر 100% با چهره دعوت که با خدا قسم ترموی موقع ترموی کلو نیست هم خوب باره 30,000 میبره محکم میکنه تمام دیگه گیجو میبرشون. برادر همین عزیز نگاه کنم من 100% همینجا دشمن که آتیش مقابل نگاه رحمانو کنم برادر عزیز من همینجا یگان کس نمیگم که با چهره بیو مردم حاجی همین خشیدگی که همین یوتیوب محکم شدگی در روسیه مثال مردم تنها چرز وی پی ان میدروین یا که کمتر یا که وقتای برنامه ما و که مثال موافق نیست که مردم بدروین تماشا کنن ما را آجیرا من یکم 7,500-4,000 آدم همین اون سال تماشا میکرد یا 8 ماه پیش حاجی من 800 نفر زیاد تماشا نداره برای نمیدونم که سبب در چیه یا که مردم لایکاشون رو نمیمونن که این برنامه پخش شوه که مردم بیان تماشا کنن. برنامه اشروف تماشا کردم 1,500 به 2,500 تماشا داشت. محمد اقبال 3,500 تماشا داشت. نمیدونم یا که با وی وقتای پی ان قطعی مناسب میدرویم کم تر برنامه مشکله میکنم. ای مسکو مشکل برادر الماس برای هم برادر الماس همین برنامه خط تماشا دارم همین اولش تا حاضر با که چند تا نویسم کامنتاری هم مسافر دارم که دارم در کنست همین رو وابش خط جان کره و همچنین یک بگیم مهاجر ما میدونم دیگه میکنم ادروس شده عمل میتونم همین برنامه همین شما رو 2-3 هفته اخیر فقط همین این تنقیل میکنیم در کنست همه شما ما فکر میکنیم که کدام مقابل رحمانو گپ میزنه اون مبارزه او برادر ایش با ایش برادرن همش در کار نیست. محمد اقبال پس دادن بگین که حسین اشورف یا که برادر سلمان یا که خط برادر یک از دیگه پس دادن چی در کار همین کارو ما باید که فهمیدم اگر هرچند که شما عدل ندل هم باشین باید که در کار نیست شما دشمن اساسی رحمانوف باید که رحمانوف چپ کنین برادر الماس حرکت بکن حرکت که برادر الماس برادر الماس حرکت که با چهره دعوت که با نام الله قسم یک ایبان یک سال پس میزگره ما میگو کم یک مبارز یک مهاجر درآمد همین گپا گفته بود با چهره دعوت که نه ترس والله قسم با چهره دعوت کرد همین 100 نفر در برنامه خود بدروه در برنامه برادر محمد اقبال 100 نفر بدروه در برادر دیگه و دیگهش بدروه که تماشا که چقدر جنبش میدروه حکومت این رایو داد نه رو برادر همین گپ حاجی همینجا کلون میشوده برای که یک مثال خود چهره پنهونه میگه که با چهره مردم دعوت کنه من میبرم والله قسم میبرم من حاج بگو ببرم میبرم بنام یالو من یا مهاجرم میبرم بگو ببرم میبرم نه که مردان آورد تا همین روز بگو که ببرم با چهره مردم من یا مهاجرم ببرم بگو والله قسم میبرم نه که خودت باید کاوت کور من برادر الماس موندگی مویشاد میرز در همینجا میمونی به چهره پشت پرده اگه کور کردن نمیشه چهره آشکار عصر 21 مردم باید با چهره ببروه دعوت کنه همه را این چی گپای خودش مردم مردشان ای تک مردشان مردم این توکه با جو گام میزنی خیلی فکر که پروست از ما همچه خط همین شرط مونیستم که با دعوت که با چهره بانم یالو بکنه تاز با چهره دعوت که با چهره 10 تا 100 تا خود دعوت که 10 تا 100 دیگه نو دیگه برادرو دعوت کنن نگاه که چه جنبش میدرو را برادر عزیز نیما یا بچه کارت کورف منطقاً یا با خودت فکر که برادر عزیز نگاه کده وقتی لبا انسانی که با چهره حاضی میبروه او دیگه نمیتونه یگان کار کرده او تنها میتونه که به اروپا بگریزه بیا اونجا پناهنده شوه و خلاص نه رنگی من وره باید نمیشه دمشنه فیر میکنه میگه مردم خیلی یگان کار کنی او با همه دعوتگر شوه این کار میکنه در تاجیکستان مون بگریزن که جای میگریزن با چهره دعوت که مردم وقتی که با چهره برومد در همون مسکو هم باشه با چهره برومد که دیگه اون نمیترسه دیگه کسی که بسر مقابلش برومد میگه گوش کن ایجا حقیقت ایجا میگه گوش کن چی میگوی میگه اوج خودش راهش میو دیگه وقتی که اون مرد با چهره برومد دیگه نمیترسه اون کس خودت یا با فکر که برادر کارت کورفا ما با خدا گفتم برای خودم حاجی پشت پرده میگو یک کسی در دوری وطن جمع شه میگو با یک کسی تو چی کار میشه چی کار بود میشه این هم با خودت فکر که
برادر در عزیز دوری وطن مردم دعوت که دوری وطن با چهره ببرو. بعد ایتاکشا میبینی همه آدمی که به برادر چهره احمد، و خطی برادر احمد با چهره دعوت که نتاس ما همچون یا مهاجی برای خود توصیه ما همی والوی قسم با چهره دعوت که ایروز بگو که تمام امروز مبارزه ما با چهره بگو والوی قسم میبرم پریامو افیر خدی دیگه میزنم در چهره. ما تر مردم همه خیلی خزوندن در کو مردم دیگه اوجه خودش اوجه جان دانو که ببین شما دیگه ایس 15000 پاتنج دیگه ایس دیگه و دیگه مردم نمیدونه چیکار کنه. این بیچاره یگان کاربود نمیشه. تمام ایس پس با چهره دعوت میدیم. با چهره نو تازه دعوت که برادر اما این تصمیم بگی تو خودت با خدا قسم بگی میگوی که هم جای صغیری مهاجر زنگ زده بود همین مرا برنامه رو ثبت که بگی برای خودت میگوی که دیگه گپ دایجه میگوی چهره دیگه بدای لحظتش دیگه تو که نمیخواد یا روز یک از یک یا جدا یک خالی کوچت میزنه میبری میره کو با چهره کیه دیگه کی طرف پشت میدوا با چهره دعوت که مردم برویان آشکار و گپ زنن با خدا قسم. ما بانو معلوم روز هم برنامه کی رو گوش کردیم گنده محقول بشید. ما برو اومدم صحبت کردم گفتم برادر اینا من میبرم با چهره دعوت کنین کوشش کنین با چهره دعوت کنین 15 20 30 مردم مبارزه بود سعی تو کی میشه پشت پرده مبارزه میبری خیلی با فکر که یه 100 خود جمع که 100 دیگه 200 او 200 اویلر کیجو میبره هر یا اویلر میدونی 7 8 کودکی 20 کودکی دوران اخیر کیجو ور محکمه کن رحمانو هیچ کوی دست نمیاره فقط روی گریز میکنه تمام. ولی یک برادر نوشته است که اگر شما سر قدرت بیای رنگ امی رحمان فوره پروای ما نداره. برادر عزیز خطا میکنن اصل 21 این اصل 21 برادر همه چیز ما بگم همه نفر همه خیلی نوشته که اگر شما پروای ما نداره اگر برادر عزیز من همین گفتم که یک آدم نویس من گفتم که برادر عزیز من شما را می نویسم ممکن همون آدم باشه همین گپ نویستگی من گفتم که برنامه من نمیتونم قید صحبت کرده چی مشکلی داشته یکم بر اومدگی صحبت کرده که بده آجی مشکلی داره یگان کس میگه کمکم نمیکنه مقصد یگان کمکم بکن برادر عزیز من اگر بگم که کمک میکنم من 10 کس کمک میکنم که بیا به اروپا یگان مشکلی نیست نکی شما باید که اروپا نه ما اروپا آدم جمع داریم که تاجیکستان بریم شما ای روسیه و ای قزاقستان و نمیدونم ای ترکیه میخواه که به اروپا بیایی در اروپا یگان گپ نیست ما در همیشه به 4 سال شد همیشه یگان گپ نیست باید ما بر بگردیم به وطن یگان کار بکنیم این خیلی نمیشه که ما گفتیم برادر در همیشه بشینیم و برنامه کنیم و همیشه در بمریم بریم نه من میخوام که در تاجیکستان بمرم اینجا نه به همین خاطر ما نمیتونم کمک بکنم که آدم که اینجا بیاد من کمک میکنم که تاجیکستان بروم اگر کسی تاجیکستان کار کردنی باشه من آماده کمک کردن به همون نفر هستم. برادر الماس یگان کسا کمک نه فقط دعوت که کی به چهره التماس میکنه ما همین روزی برات یگان پرووکاسیون در بینتون چی نکنیم ما بانو الان همه تا باید چشم نگاه میکنیم ما خیال میکنیم که شما هم یک گروپ هست مقصد که الان همه تا نگهبان باشه در جای باشه نه به هر حال کوشش کنین که عزیز یک برادر دیگه عبدالله شما اجازه دادگی نیست متاسفانه من قبول کردن نمیتونم برادر عزیز اگر اجازت بدی صحبت میکنیم نباشه من آخری برنامه خداحافظی میکنم برادر عزیز نه زکاتی سلامتی خود بله برادر عزیز خدا نگهبانت ان شاء الله که بله میکنیم که کوشش همه کسا یک کار میکنیم. برادرم اخیرا سخن ما بگم اجازته بله بفرمایید. برادر الماس یک بار دیگه میگم کاری کنین که مثال با همدیگر بینتون یگان مخالفت نباشه تو باید که خودت برادر خودت یا اگر هرچند حزب خودت اگر 500 پیروز هم که باشه باید برادر کدام مبارزی که مقابل رحمانوف گپ میزنه او رو تو باید دستگیری کنی در کدام حالتی باشه هرچند که میبروین تر دکزت فقط دلیل میارن تو باید که او را پشتیبانی کنی با چی خاطر به خاطری که
او هدفش هدف تای، او مبارز هدفش هدف تای، فکر عقیدش فکر عقیده تای به خدا قسم. نه او یگان آدمی مشکلی که پشتی ندارم پرده برادر میبرن عزیز. هر گپ میگن او رو گوش نکنین. برو چهره خطی هم آدمی که میبروی با چهره برورش روی اکران بروش بگوی بیا کو مرد گپ زنیم روی اکران ده این چی نگمایی خودش باید اولش این که راهش نته قطش که برو ده عموما همین برو ده گپ نزنیم خوبترش هم میشوه. تمام تشکر زیاد برادر عزیز. آخری برنامه اینجا چند نفر دیگه در استودیو همینا قبول زنده و میکنیم. سربلند باشی همین کارو رو یا بهطرف کنیم بهتر میشه. یک مهاجر از ان شاء مسکو. الله فکر کنیم. خب تشکر زیاد. خب اینجا برادر عزیز علی. خیلی شما سلام عزیز. سلام علیکم. سلام علیکم عزیز بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. بله ما شما را گوش میکنیم. این برادر میگه به چهره بروین، من میگم که به چهره نبروین. خیلی برادر این چی بگم؟ فکری همو آدمه. من نمیتونم که فکرهای آدمو را نپذیرم. یک کس حق داره که با چهره بروه، یک کس حق داره که تنهایی همه با جایی باشه که یک کار کرده بتونه. من زیدی این چیز نیستم که آدم با چهره نبروه که با چهره ببروه. این فکرهای مردم من میخوام که در برنامه من مردم با چهره نبرویم، برای که همخواه زندانی که داریم که دیگر هیچ که اونا را کمک نداره. ما برای چی دیگه زندانی بتیم؟ ما باید یک کاری بکنیم که عمل بکنیم. ما هممون به چهره بیاییم و هممون بریم زندانی شیم. کی یگان کار میکنه؟ این آدم فکرش گپ زد، من هم فکر ما گپ زدم. باید همه فکرها را شهر داده بتونیم. بله. من فکر خود ما شهر میدم. نگاه کنین که و همین چهره نبر اومدنم یا بر اومدنم خودش یک فایده میداره. وقتی که در کدام حالت ما به چهره میبرویم و چهره وقتی که آدما بر اومدن باید در شما سابشن یا کیوای روان کنن یا کیوای کنن که وقتی که شماره آدما 1000 کس شد که ما به چهره میبرویم همه را یک عباره سر دادن. این خیلی میشه. فهمیدین نه؟ بله. ای خیلی که یک آدم این رو جرأت کرد بر اومد، بعد یک هفته یک کسی دیگه جرأت کرد بر اومد، برای امنیت هم این کارا یافتن اینا آسان میشه. وقتی که آدما می نویسن که شمارهشون میشه 1000 شید و بعضی وقت میشه با 1000 کسی دیگه تیار شید و همینا را که هر روز هم که برنامه کنین اگر نشان دادن گره این طرز قطعی میشه. فهمیدین؟ بله درسته. اما اگه نگاه کنید به آواز چه بر اومده میشه. به آواز یا که من بعدی برنامه زنگ زدم، من بسیار همین تمام برادر میگم که عزیز همین بعد برنامه صحبت مبارزه میکنیم. میشه. من انیق میگم انا واسه کم ترک واسه شهر میدم بیروت چه برآمد کرده میشه. بیروت انا برنامه شما وای نیست، اکستریمیستی حساب نمیشه برای دولت، برای قانونی بیروت در برنامه حسین اشرف نمیشه، در برنامه محمد اقبال برآمده نمیشه. در برنامه شما میشود فقط با یک شرطی که همین با 1000 آدم یا 500 آدم فقط به روی سخن کنند که من روی من نشون داده نمیتونم و من همین خیلی کمبودی دارم در تاجیکستان. من همین حکومت همین کارا را سویت طلب دارم، مثال کور طلب دارم. همین اگر شما همین جمع کرده در تیک توک پارتوینو فقط صورتی اونهایی که اوجه در زندان است صورت اونها رو مونه که هر یک آدم گفت که من نمیخوام که مثل همین آدم در روی حق بود اینا گفتی راست گفت در زندان افتادن. ما هم همین نمیخوایم که در زندان افتیم تو همینا رو آزاد نکنن. همین یک در همین تیک توک باید که هر روز همین آدما شنیده شوند. آدما برای همین آدما تکست معین پریمیر نه
یک تکست فرمایه که همه آدما با یک اینستروکسیون یک تکست قطعی چی میخواهن عموما در حیات توریستان چی میخواهن حکومت چی میخواهن فقط به روح یگان به گپی بعد به یگان گپی گنده حقوق خودشان فقط حمایت کنن یگان حکومت یگان چیکار کردن میتونه حتی آواز اونها رو هم شناسه اون کار کردن میتونه چون که فقط حقوق خودشان طلب کردن فقط همین وقتی که تیک توک شده همه آدما باشن بله هم میکنیم فکر نظر شما قبول تمام آدما تشکر زیاد بعد یک چیز برادر عزیز آخری برنامه یک چیز دیگه میگم بله عبدالخالق جان یک چیز دیگه میگم این بین همین مبارزه این گپ خبر بود 10 سالم بود 10 سال میشید اینش گنده میکرد بین هر کس میدرآمد این انا که بیایم سری گپ میبینیم که چوا برای چی همه کار سر میزنه همین کار سر میزنه برای اینکه تا اینکه نگاه کنید شما گفتین که 5 برابر نیست بود بله گفته بودین نه 5 برابر نیست یک خانه اکه یک میشه دو در دیگه خمیشه و میشه روزی که دشمن به همون خانه اگر هجوم کرد باید همون دو در هم 5 یک جوه شانه مقابلی همون دشمن مبارزه برن بعد که دشمن یک نیمه کردن باید بعد فکرهای خودشون با یک مایلی با کلیکاچ خیلی که شد مپس بنا شدن گیرن تو همینو همین چه گپ زنم همین بلند باید شما همین بلند باشه شما چه بگم سخنگوی مردمی باید همین کارو بلند باشه خودمون باید بلند گیره که همین غیبت و همین پستی هم باید که پیش همدیگر بخشش پرسین همدیگر قطع دوست باشین در برنامه یکدیگری برآمده وایکنین با همدیگر گپ زنین یگان کس بین شما در اومده نمیتونه یگان کس یگان چی گفته نمیتونه چون که هر روز شما بین خودتون گپ میزنید وقتی که بین خودتون اگر سوز نباشه این نگویه که بین خود ما سازیم سوز نیستی این بچه که از گپ زد این نمیدونه حتی که اگر این اول تماشا میکرد همه برنامه شما رو میدونستی شما کدام گروهین و یا کدام گروهن در همین برنامه اگر آدم گوش کنن معلومه برای همین فقط اگر تو من محدین کبیری یک بار گفت که من رفتم در نور تخت کردم در درون نقش شدم باید ما این بلند باشیم در قرآن آمدگه که ما همدیگه را باید ببخشیم اول وقتی که ما این غیبت و این گپای بیهوده اگر بلند باشیم ما بین خود اگر گپ زنیم بین خود من محمد اقبال باید با حسین برآمده گپ زنم اینش بابایش گپ زنه همین باید همین مفکوره بلندتر باشن شما باید آدمی بلندتر باشید بین شما یگان بین نمیشد مبارزه برادر عزیز انشاءالله بین ما یگان چنیست رفاقت دوستی یگان یگان برادر عزیز شما اگر یک چند نفر دیگه اومدگی هم اینا را قبول بکنم شما فکر من یکنیم ساعت میستودم همون قبول کی نباید ساعت زیاد چید خب تشکر زیاد برادر عزیز شما در برنامه آینده بیاید صحبت بکنیم یک دقیقه دیگه بیست من در میدونم که شما برای چه همین گپ میگین که یک کس دیگه یک کسش از شما خفه نشود نه که بین شما هم باید حقیقت باشه بین خودتون هم باید حقیقت باشه انا اون وقت به همه چیز بشه یگان کس بین شما باید در اومده نمیتونه خب با همین گپای من تمام خیلی انشالله بعد تلفن کرده گپ بزنیم تشکر خب دلیر سلام علیکم دلیر سلام علیکم بفرما میشنویم مرا خب دلیر سلام علیکم سلام علیکم وضو رفته ساکه بله در باره چی گپ زدی سبدین مقصد من نیدان در اومدم در باره خیر بکنیم که همین رحمان و فس سرنگون بکنیم او تاجیکستان ورودی نرمال اما سوز اما تنج ورودی ما آمد در تاجیکستان زندگی میکنم همه سوز خوب سوی داره
او بله خیلی که کامera تا گیرون کنم سویت هم نشونته این چقدر آخه میگی کامرا انا که به ساز یک برادر که گفت که از یک برادر گفت که با چیز همه همین چیزا را با کامera فرود کن گابزان برای چی همه را فرود نمیکنی؟ کیا خیلی ترا دعوت منم بیا بسم الله منم اخدت بیا کامera تا زوادیت که بعد برای چی پیش ما چند کس دیگه را نکرده؟ خیلی خوب تو طلب کده سودی که مردم با چهره دعوت کی نه ما اخدت سر منم بیا کو بسم الله کو کامera تا گیرون کو بینیم نه ما یگان کسازی از دعوت نکردم با چهره تو که یا برادر بعد گپ زد که تو با چهره دعوت کده برادر را تو چو اما چیزو را دعوت نمیکنی و از ما را کردیسی برای چی؟ من نمیفورم که یک آدم برای زندان بشود ابا برای چی ما را میفورد که تو ما را با چهره دعوت کنی؟ آخه خودت برای ترا میفوره که برای زندان بشه یا هم چیزا ترا فوریده سوده ترا میخواه که تو میخواهی که برای زندان بشه من باید ترا دعوت کنم واسه من ترا همجا دعوت کنم ما سوید دارم از تو سوید پرسیدی ما سوید دارم گفتم برن تاجیکستان زندانت کنن چی میگن این مردم همین الماس نبود میگه که مردم با چهره دعوت کرد بردن زندانش کردن همین گپا نمیگه یگون کس من نمیخوام که یگون آدم منو بگه که ایروی تو شده فلان آدم زندانی شده اوزی آخی مقصد که پیش ای ما زندانو را پر کردیم بس دیگه در من چهره در کار نیست ما باید یک کاری بکنیم که رحمان و سرنگون کنیم و آدمایی که بیگناه رفتن شیشتن در ترمه اونو را براریم هدف من انا این چیزه من تراز با چهره دعوت کنم پگت را گیرم برن زندان کنن چی فایده این تو من بگو اوز ما را دعوت کردی که این اوز با چهره دعوت کردی حاجی خودت همیشه برو اومدی گفته است که ما چوی مردم با چهره دعوت نمینی با چهره میفوره برنامه اشورف برنامه حق و باطل اونجا جای با چهره بره مرحمت کنی چهره خدی صحبت کنی من یگان مشکلی ندارم با یگان آدم بره اونجا مردک میگه که بیای با چهره گپ زنی بره در برنامه با چهره گپ زنی یگان مشکلی نیست من نمیخواهم که یگان نفر من بگه که ایروی تشیده فلان آدم زندان رفته من نمیخوام که یگان نفر زندان بره من زندانی دارم من میدانم که چی از زندانی داشتن برای اتر زندانی کردن یا اویله تا قفوت سرگردون میشوه من نمیخوام که وقتی یک خوبی کردن نمیتونم در اخ یک آدم لااقل خطا گندگیش نکنه میگم اینه هدف من با به چهره دعوت کردن همینه یگان چیز دیگه نیست اون برنامه برادر اشورف هر روز میگه بیای با چهره صحبت کنه یک کس نمیبره بس انا که یک سوالی عادی همه ملیسا و بالنسا نباشه تو چیکار میکنی؟ چه خیلی ملیسا و بالنسا نباشه چیکار میکنم؟ آخه نگو ملیسا عادل نه بالنسا عادلش عادل نه правильно نه؟ بله عادلینش تو شو تو کسال میشی پیشی بالنسا میری правильно نه؟ کسال شما پیش ملیسا میرن تو ترا میقپن نه تو که تو ما ترا گفتم که از مقصد که اگه وجود درد میکنه اگه چی میشه میری بالنسا بله یگان جان در کنه پیش دفتر مراجعت مینم پیش ملیسا نه چی همین اتوشو که به انا این ملیسایی که میگی گوش که یک منوت اتوشو ملیسا میگیم این ملیسا باید کار خیچم میکنه ملیسا کار خیچم میکنه اتوشو که همسایه تو برادر تو دبر تو بدگی او آدم نوشته جد میکنه کی چی کار میکنه کی چی کار نمیکنه و کار ملیسا نیست کو
نه اوجا همین ملیسا و بالنیسا همین چیزا من نفهمیدم که تو همین خاطی چی فهموندنی با این مردم یا که با من همین چیزا من نفهمیدم پروستا تو با obshi maqsad ki ato'shto ki ira ganda mikine va megi hamara mahkam kadesta hamu jinoyatkor допустим jinoyatkori kora kar برادر عزیز یک کس برای یگان برنامه با یک جدا شش یک پگاب زد رحمانوف کنه ولی دقیقه بس برادر عزیز این جنایت نیست کنستیتوسیا اگر شما یا برول هوی کاگی نیست هویش کنه سرقانون تاجیکستان اجازه داده که شهروندای تاجیکستان بعد 18 سالگی حقوق دارن که در یگان حزب حرکت شامل شوند یا که به تنهایی مبارزه برن میفهمی ما این چیزا قانون سر قانون تاجیکستان اجازه داده که ما همه گپا را بگیم امروز ما این گپا را میگیم اکستریمیست تروریست میبرن زندان میکنن بفرما اکا یک چیز نگاه کن نه نگاه کن همه میگن تو شامل نشو برگی درخت نمیجیم правильно значит همه آدمایی که همه که تو یک کار کردی تو یک جورا تو یک همسایت یک کس دیگه خبر نداشته باشه ای کجا میدونم ملیسا خب یک چند نفر نوشته است که در کامنت که چه پیوست شدیم برادر عزیز در زیر نوار نوشتگی که همه ایشو نوشتگی اگر همین ویدیو در یوتیوب تماشا داشته باشه در تلفن ایشو را میجقی نوشتگی که به طریق همین پیونده که شما میتونید که با وارد استودیو شوید یگان مشکلی نیست یا که اینجا میگیریم در بگیم چینم داره در کامنت میگیریم میمونیم مشینه کسانی که میخواه صحبت کنه مرحمت و یک چند مینوت دیگه با وقت دارم انشاءالله که صحبت منیم این برادر عزیز نمیز لینک همه جقی پراموی وارد استودیو میشه فقط اجازت بتین خواهیش برای که اینجا چند نفر اجازت دادگی نیستن میبروین نمیتونن صحبت کرده و همین خاطر اجازت بتین پس اون وارد چین خب برادر عزیز فکر نظر تا کوتاه بگو در 2 دقیقه آخه نه شما ای بسیار سوالو میگریزی برادر عزیز تو من نه سوال داده سودی نه فهمونده سودی من ترا نمیفهمم آخه همه این اوسه در اروپایی ابشنی سوال همه جای استقامتی تیرا جای استقامتی تیرا جای کار باری تیرا یک کس ندونه تیرا کی میدونه که تو چی کارگری اتوشتا که تیرا یک برادر نه مقصد که امی یک برادر تو برادر میگی تو برادر یا جورات یا کس دیگه همه تیرا دامی کار چیز میکنن میگه که نه خیلی نه کارگرن اتوشتا تیرا باید توشتا که میبرن محکم میکنن او ملیسا که جو خبر دوله که تو چی کارایی نه فهمیدیم خب برادر عزیز تشکر زیاد خیلی گفتی یه چند نفرای دیگه هست ما میخوام اینا قبول کنم پس اون خداحافظی بکنم که 2.5 ساعت چیدم جه خب خالد سلام علیکم مقصد فهمیدی اکا مقصد فهمیدی اکا تمام تشکر خالد سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله سوز برادر تینگی سلامت چه خوب الحمدلله اوضاع ما خوب میرون بله صدا خوبه این برادر گپ زد گفت در تاجیکستان همه تینگ زندگی کردیم یک تینگی تاجیکستان یکم که شما نمیدونیم چی تینگی از سویت هم خیلی از سویت هم باشه سویت یا سویتی توقع تینگی شده نمیتونه مثال از جهت همی دینی را هم ناموسی را هم بگیریم کدامت بگو اما آدم گپ زد روزی نکشته باشه تو مردک
تو زنت میتونه که برای با حجاب پاسپورت بگیره؟ میتونه؟ همین سوال دا جواب بده. یا که دخترت میتونه با حجاب برای با نماز برای همینجا باشی دلر کو بسم کن. اگر بدونه در که کدام ناموس شهر چیه حاجی؟ در کدام شهر هست همین کور؟ چی میگه؟ چه در تمام جای تاجیکستان تو اگر سن سال چند ساله برادر؟ سن سال 32 چند با ساله 33 باشه رفته سان. آوازی دختردار نیستی نه که همسر داری مادر داری. آیا همسر تو برادر با حجاب صورت گرفته؟ صورت پاسپورت شکرانش داشت چطور بیچار فرزند برادر. نه همسرت با حجاب پاسپورت گرفته؟ حاضی میتونه که دخترت برای خواهرت برای با حجاب یا دولت خود مکلفه برادر عزیز با حجاب ممکنه اینستیتوت اوشو میگذاریم با حجاب میتونه که برای مکتب بخونه تا صنف 11 نمیتونه. ایجاد دینیش همین تنجه مسلمان امیر تنجی بگه او اعوذ بالله او مسلمان است به خاطر که او در جایی که قانون الله پایمال کردگان او میگه تنجه. وقتی که تو با ناموس دست دراز میکنن تو بگوی تنجه تو دیگه چکاری مسلمانی؟ ناموس خطا حفظ کردن نمیتونی میگوی تنجه. برای بخاطر ریش 4 تا مذهب همین افطریتت نیای مذهب امام ابو حنیفه تراشیدن ریش حرام گفتگی. تراشیدن ریش هم چون گفتگی که گویا که سری همه آدم بریدی و به همین درجه را مثال گناهش عظیمه. ریشای همه را تراشیده است که رنگ زنک بگرده بگوی تنجای همه اک تنجی بده چی تنجه همه را ترمه کدستن. این برادر توکلش به خدا. این برادر عزیز این در یگان سوال جواب نمیده خدا نگهبانش. خب برادر برای انقلاب برای ریولوسیا همین تاریخ ها اگر مردم تاریخ خونده باشه همون تاریخی که خلافت مثال مسلمان ها برهم خورد تا غازی را کدام راه ها قطعی مردم ریولوسیا کردگیان. مثال پریمیر نامی یک 15 سال پیش در یگیپت مردم ریولوسیا کردن. زیاده از 100,000 مردم خسته بود ریولوسیونر. زیاده از 100,000 مردم خست لیکن قوه نداشتن که مثال قوه مقاومت نداشتن. ای دست 100,000 انسان یگان کار نمی‌آمد. چند قش کشتن چند قیدیش از زندان کردن. ریولوسیا به همون تمام شد. نه که ریولوسیا سیاست به قوه نمیشه برادر. به تلفات نمیشه به قوه نمیشه. اگر تو مردم قوه نداشته باشن تلفات نتن الله اویا را نصرت نمیده. گپی من همین خیلی برادر خیلی با هر کسی زیاد برادر عزیز تشکر زیاد برای که برادر همین تاریخ همین مسلمان ها را که چه با قدرت آمدگن چه رفتگن همیو را خیلیش انترسوات کردگیم لیکن همش با قوه آمدگن به قوه. همین مثال در پوستیم برادر هر دخمان دشمنیم همین امومانی قطمه دشمن را در پوستیم در دست ما یک چیوک های او ورتالیات قطعه یا که автомат قطعه پلمیات قطعه ما باید یا زمین تقسیم کنیم یا یک کیلو تقسیم کنیم. همون را قدیما چخلی تقسیم میکنه در دست او автомат نه در دست ما یا که میگه کارایشو برچکا بزا برای پی کارو یا تیرد میزنه. بله برای همون یک خوبه باشه که او را مایت بترسم یک کیلو را دو تقسیم کنه بگه که نیم کیلو شاید نیم کیلو شاید ما
داشته باشی قوا بترسه تو تقسیم کن تا وقتی که مردم مثال امی مخالفا در تاجیکستان امی نهضتی ها یا که دیگرش قوه مقاومت داشتن مثال گوشان میکردن که ها ایار هم فکر دارن وقتی که مردم قوه مقاومت تمام قوه مثال اگر آشکارا بگیم سلاح گذاشتن همه چشون گذاشتن همشون تروریست اعلام کردن نمیشه ترما کردن این دیگه دار شد برا لیکن با فکر ما همیه که به قوه سیاست پیش نمیره جزاک الله خیرم برادر الله هممون حفظ کنه تشکر زیاد برادر عزیز خدا نگهبان خب غریب سلام علیکم برادر میکروفون تا بکشو بفرما خب غریب سلام علیکم بفرما میکروفون تا ویکا نمیتونی چیه سلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام بفرمایید علیکم السلام آواز نیست صدات خوبه بفرما الو بله بله صدات خوبه میگم بفرما آواز نیست هست آوازت خب چسبیده سه مردم خب برادر عزیز صدات بزه بای می چسبی ای سرکه بدرو خواهش مینم خب اینجا یک نفر دیگه است سلام علیکم بفرما برادر عزیز نوم چی نویسته دلیر اینش میکروفون تا بکشو با صحبت که برادر عزیز خب برادران گرامی قدر یا جهان تشکر کسانی که ما را امروز در برنامه اشتراک کردن کسانی که قبول کردن نتونستیم بخشش برادران عزیز خب برادران عزیز دستگیری فراموش نکنید خواهش میکنیم ما را دستگیری بکنید بمونید همون لایکاتون کسانی که ابونه شدگی نیست در برنامه های ما ابونه شوید برادران عزیز آخری برنامه های گرمانیا سلام علیکم سلام علیکم گرمانیا بفرمو علیکم السلام بله بفرمو برادر بله بله ساز خوبه برادر تشکر زیاد خوبه سوال داشتم اگر که خواندین یک سوال داشتم دادمتون بفرمایید برادر جان همیشه مختم در اونجا تحصیل کردگی هستیم نفهمیدم مختم یکون معلومات عالی دارین در اونجا تحصیل کردگی هستیم بله چی خونده میتونین گفته آموزگارم بهترین دویم سوالم شما دولت اگر که رحمان فی العین را از مثال دفع کنین چخلی دولت میخوان دموکراتی یا مسلمانی سوال زور نکی من میخواهم که مسلمانی باشه ما دموکراتیا را میتونیم نه دموکراتیا باشه نه که ما را یگان کس یگان چی نگه در دینت ترا اجازتت باشه که تن برای مسجدت نماز بخونی رنگ دیگه دولت اروپایی ما امروز بزن فرزندهامو میتونیم مسجد بریم نماز بخونیم لبای کار بکنیم تغوریای یگان گپ نیست برای دینمون قانون دولت نروشت نمیکنیم زندگی داریم دیگر دین ها هم آزادن من میخوام که تاجیکستان همین خیلی ببینم
برادر سوال من این بود که چی دموکراتی کردن میخوانی دولت مسلمانی؟ دموکراتی بله. من اما پدر سوال داشتم راستی خواستم اینی شما رو فهمم. تمام برادر. تمام. خب جزاک الله خیرم. خدا نگهدارت باشه. تمام. خدا نگهبان. خب یک نفر دیگر خاگو. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. الماس امیدوارم خوب هستین. الحمدلله خوبم برادر عزیز. آخری برنامه خوش بینم. بله. میخوام در چی برا گپ زنم در برای امی موضوعی که خودتون پیشه کردگین انشاءالله بهترین است. تو دعوای پرزیدنتی ایرا باید هر یک شخصی توجیک، هر یک شخصی وطندار باید امید داشته باشه که ما بخوام در آینده پرزیدنت شم. این آرزوی هر یک کس باید باشه، نه اینکه روزی ما بگم که ما پرزیدنت شوم ما را اکستریمیستم برورن یا یک چیز دیگه. بهترین انشاءالله و امین چهره پوشیده هم که باشد مبارزه را برای انشاءالله پیشروی میشه و برادرانی که میخوام با چهره من فکر نمیکنم همه اونها یا در وطن نیستند بیرون از وطن وقتی در بچهره که برآمد معلوم است که باید دیگه به وطن برنگرده. از همین خاطر انشاءالله که بهترین است مردم بیدار شوند. خب انشاءالله یک کاری میکنیم که همین رژیم از بین ببریم انشاءالله. خب در پیشروی در کسب کاراتون آزادی برای زندانیان آرزومندم. باقی موفق سربلند باشید برادر. تشکر زیاد. خب تشکر زیاد. خب دلیر یه بار دیگه باید خداحافظی می‌کنیم. دلیر همیشه بفرمود یک مینوت فکر نظر تا خداحافظی می‌کنیم. مقصد که آخی همین یکم گپی ساز نیست همینجا. تمام. همین رحمان و با همون دورای شوروی، با همون دورای جنگ، با همون دورای برادر عزیز اگر من همین رحمان و فنا میخواهم همین گپی بزبای. آقا حالا در سوالم تست جواب بده بریم. خودت چند ساله ای؟ من 40 ساله. تو خودت چند ساله؟ پدر مادر فرزند چند تا داری؟ 11 فرزند دارم. یا پدر یا مادر دارم. همین گپای من تو نیم ساعت پس میفهمی چی خیلی. خب خدا نگهبانت. خب سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که صدام ساز میاد. بله سلام علیکم بفرمایید. برادر عزیز سازن خوبه تنظیم کار برامتین؟ الحمدلله خوبه. بخش که موضوع را نمیدونم میروز موضوع برای چی بود؟ موضوع چخیر بکنیم که همین رحمان فا سرنگون بکنیم. در تنهای دیوال بنویسیم استعفا رحمانوف یا که مردم جمع شود پیش قصر ملت برای بگه که رحمانوف براموت را نمیخواهیم قطعی ویبرو شیطونید مثال نمیخواه. چیکار بکنیم که رحمانوف سرنگون بکنیم؟ یک کس بخیزه برای یا که همه مردم بخیزه. این همین خیلی گپ خبر. فکر من که باید در تنهای دیوال نویستن فایده نداره. یک مشکل اون نویستن می نویسید پگاش یک تاش دیگر میاد کراسکا میکنه و نویستن میره ایزیستی بعدم
باید سرجم شویم بخیزیم. تمام این که گپ چپ نیستیم واره اینم یا وقتی خیستیم سرجم شده ما باز شو نگاه میکنیم ما سرجم که نیستیم ما اگه جا میخیزیم ما ایمون میترسیم که نه برام خم نکنیم سرجمی در کار موده یا نه؟ بله باید سرجم بشیم باید مردم بوجه بچه این چند سال شد گاب زیستن ایسه کشته ایستایمون ایسه نمیمونه که سوز نفس بگیریم ایسه دایی بچه روز تو روز توجی قدرش همه توجی که قدرش هسته نیسته اینا ته دونی خدا ترم در بله درسته که توجیک قدرش نمونده در گونجو همیده کی بینه باتای بیو اینا بینه باتای بور بینیم کو کی بینه باتای رحمانوف گناهگاره در اینجا دیگه یگون کسی دیگر ما گناهگار نمیبینه برادر عزیز بله رحمانوف گناهگاره پیش رحمانوف مورم گناهگاره وقتی حق خودمون طلب میبیان دهنمون نونی دهنمون میگیرن خواب میکنیم میشنیم ایده ما گناهگار نیستیم بله ما نمیدونم این ملت این خیلی من والله قسم در همین حیات زندگیم همون استوری را میخونم در حیاتم نفهمیدم که همین تاجیکا تروریست باشن این عصر 21 داد لوبو چه گفتن اونا قلم گفتن تروریسم اونا بردن این همش عیبی که بچه عیبی همین نوهدبرایی همین حکمت این حکمت ما را خودش اکستریمیست و تروریست میگه بعد ما دیگه ایجا ای روس ای نمیدونم دیگه دولت ها ما خفه بشیم که ما را او دولت ها همین خلکی نام میمونن ما را حکمت خودمان قدر ما را نمیدونه ما دموکراتی گفته شدیم ما نگفتیم اسلامیش میکنیم ما نگفتیم که یگان کمونیستی میکنیم یگان چیزی دیگر ما همون دموکراتی که همونا میگن ما اینا دموکراتی بو نمیبرن بسیارش که در دموکراتی چه خیلی باید مردم زندگی کنن در دموکراتی باید یگان آدم حقوقش باید پایمال نکنی این رحمانوف همه حقوق را پایمال کرده دیندارشم بدینشم همشه اینا میبرن دموکراتی گپ میزنن اینا دموکراتی اساسی بو نمیبرن که دموکراتی چیه بله راست میگی که ابو خلیل نه که همون در تاجیکستان این قوایما میکنن بیشتر روی زمین ای بچه‌هاش خدا این من نمیفهم این مردم حالی هم در خوبه یا با 20 سال دیگه باید گپ بزنیم ندیده استن یا نمیدونم میبینم پروست خواب میکنن چی خیلی بیشتر روی زمین میشه بیشتر روی زمین در تو زندگی کردن نمیتونستی بله من نمیفهمم یه سوال که عبدالخلیل ممکنه بله چی سببه که ما سرجم شده نمیتونیم میشویم برادر عزیز کی من نزدیکی انشاءالله که میشویم خدا کنه که میشه ما را همون روز انتظاریم بچه این زندگی ما را یا انسانی دیگه اگر بینه اگر به خدا چه دور میکشه این زندگی نیست در وطن کس رنگ شیر در وطن خود رنگ مرغ این زندگی طول نمیاد چه هم در وطن خودم باشیم بیشتر هم باشیم در وطن خودم آزاد باشیم یک کس نه که توجیکات باشته بزند کسی نباشه که توجیکات پشتیبانی کنه یک انسانی باشه که توجیکات یه بچه توجیک میگید یگان کسی پسنش نمیکنه وقتی توجیک میگفتید میلرزید مردم همین چیچینا را بید حتی 1 میلیون نیستن نه که نامشون بگیره اگر یا بربر میترسه که از همیو یگان کار نکنن توجیک میگه اونا شو برد هیچ که نگاه نمیکنن
بله باید مردم جمع شویم، بخیزیم، یادگاری را پادشاه کنیم. ایشالله این میشوه اصلا برادر عزیز، خدا کنه که ایشالله بشود. ما را ایشالله میشوه. همه کسا یکجا میشیم، یک کار میکنیم. برادر عزیز محمد، تشکر زیاد. یک نفر دیگه است، ایشالله اینا قبول میکنیم، پس آن خداحافظی میکنیم. 3 ساعت چی در برنامه گپ نیست برات. آخرین سخن میکنیم. آخرین سخن با همه وقتی که در پشت من استریم سر میتی، ما این روز به خدا نه یوتیوب در اومدم که تو افیر ده یگانه این خیزران یگان چی که مقصد مردم ببینه، برای که برادر حال عزیز، من همین کنون برنامه را این همین حاجی برنامه تمام میشه، با برنامه میمونم به هر روزی دیگه. من اگر شما آبونه همه شدگی باشه در کانال من، ما ابونه شدگیم. کلکل شجقیدگی باشه و به شما را ویدیملینی میوه که همین آدم برنامه داره فلان روز. از نشدان کلاکل که جختگی نیستیم. اگرنی من پاکستان کردگیم ما آیا یگان کلکل مقصد شبجق دیگه هر روز اکای میوه ویدیملینی که های برنامه داره. مقصد یگان تلگرام در اگر یک گروه هایی کنین، مقصد بگین که این همین هفته در پوست می همین چیزا برنامه دارم بنویسی. اگر خیلی خوب نمیشه. نه برادر عزیز، من دیگه خیلی کشش نمیکنم. من همین وقت یا اون یا برنامه ما میمونم فلان روز یا روز پس بینم که اگر یگان در یوتیوب تاجیکی یگان کس نباشه، مثال من اگر پمیخ نتیم یگان برادرای مبارزه، من قریب هر روز میبرم 1 ساعت 1.5 ساعت 2 ساعت میبرم صحبت کنیم. نه روز 3 ساعت چی، من 1 ساعت 1.5 ساعت تا 2 ساعت وقت جدا کردگیم که در این مبارزه وقت ما صرف کنم. به همین خاطر برادر عزیز مو کلکل چکبجق انشاءالله که برنامه را دیگه میفهمی که کیا سر میشه. تشکر زیاد برادر. از رحمت کلام برات باشه. خدا نگهبان. خب علی سلام علیکم بفرما برادر عزیز. همین خودت آخرون آدمی. و علیکم سلام برادر. همین چند برنامه شما رو تماشا میکنم. شما فقط میگید وقتی پرزیدنت شدید مردم در یاردم کنی تیارید. بله بسیار فکر خوب. اگر شما ایلاج امکانیت داشته باشید، برای چه حوزی همه برادرایی که شما باور دارید باور میکنید یاردم نمیکنید. وقتی که شما اون برادر رو یاردم میکنید و یا پولدار میشن، بویگری پول و دولتشونه در شهر روسیه کشیده میگیرن، در کنشون یک لگد میزنن، دولینشون میبرد، بعد چشمشون کشوده میشد، بعد همه اشکرو میبرن دعوا میکنن. من لیش نمانم تیارم اشکرو برم، لیکن برنامه های تماشا میکنیم نمیدونم خیلی چی بگم. اگر من چند بار کامنتری نوشتم، میخوام که با شما در لیچکا یک 5-6 دقیقه وقت قیمت شما یک گرم هم میخوام که در آزادی تمام با شما. برادر عزیز، این همین راه اونا 4-5 دقیقه بعد برنامه را به پایان میرسونم. رقم تلفنم در ویدیوهای گذشته هست. واتساپ میتونه که ویدیوهای گذشته تماشا کنه، در روی اکران ماندگی بودم. انشاءالله که صحبت میکنیم، یکم مشکلی نیست. شد برای شما موفقیت. آدی تشکر. ویدیوی کوینه میوام زنگ میزنم. شید تمام گپ نیست. تشکر زیاد. خدا خدا نگهدار. نگهدار. خب برادران عزیز، کسانی که در برنامه اشتراک کرده دستاتون در نکنه. کسانی که قبول کردن نتونستن بخشش چی گفتن برادران عزیز، دستگیریتون فراموش نکنید. ما شما یگان چیز دیگر نمیخوام. آبونه شوه بمونه، لایکاتون دستگیری شما پیشروی ما برادران عزیز. چی گفتنیم؟ باقی خدا نگهبانتون تا برنامه های آینده. انشاءالله که روز برنامه را میمونیم همون کلکل چکبجقه معلوم میشه که کیا من برنامه میکنم به شما را ببینیم لینی میویا میبینی. خب یه بار دیگه خیلی خالد همجا اومدی، خفه نشه. بیا خالد، میکروفونت کشتگیه، بگو میکروفون تا بسم الله که بریم که برادر اینجا یک برادر سوال داد برای که شما تاجیکستان چه کردن میخوایم.
همین در برادر مرا خواهد که شما را میفهمم از یک طرف دیگر، لیکن شما در حقیقت همین کنستیتوسیه که تاجیکستان چیزی هست همین خیلی میمونین میایستادین. خیلی هست میمونیمش نیستن. نه برادر عزیز، جا کل حقوق مسلمان پایمال شده گه. من همه داودان برای مسلمان های برادر شما خودتونم از اسلام باخبر هستین و میفهمین که چیز مثال برادر که مثال ما در این دولت ها هستیم، ما اگر بگیم که ما مثال میخوریم که اسلامی شاه اسلوسو همین دولت ها در میقپن ما را محکم میکنن یا که میقپن تاجیکستان روی ما میکنن. برای همون دموکراتیا میخواهیم، دموکراتیایی که ما مسلمان ها آزاد باشیم. این همین خواهد برای همون اینجا هر کس هر که میفهمن مثال او آدمایی که میفهمن دموکراتیا را چخیره که مثال او هر آدم ممکن که بگه به زبانه که نیتش دیگه چیز باشه هر کس هر برای همون جای میشه که ای مجبوری مثال هر کس یکون چیز میگه مرا شما را میفهم مرا در همه اروپا مثال میفهم که چی قانونا داره همین جرا مکه بگوی دموکراتیا حقوق چیست میتونی آزاد همه چیز بگوی او خیلی نیست. با جای داره که میقپن مثال میگن که براتن اینجا کارو چی میپرفی بزا برای پای کارو چه برو بقپن روی میکنن. نه که هستن مردمی که یک استوریا را میگم هستن مردمی که مثال جهاد کردگن مثال مبارزه بردگن مبارزه قانون شریعت تطبیق کردگن نه که افیتسال نگفتگن که ما دموکراتیا میخواهیم به خاطر که کدام بگن که ما دموکراتیا نمیخواهیم او را در کار نیست دما همه دولتایی که همه ابرقدرت هم بگیم موضوع همه میروای دیرژاوا همه امریکا یا که روسیه هم یا همه برزیدش مبارزه را سر میکنن. نه که اینجا هست گروه که بخود برادر عزیز این چیز به همه معلومه. این شما دیده که راهبر سوریه را 10 میلیون دلار ده برای گردنش موندگی بود. امروز رئیس جمهور اومد چی دید که نمیشه با اسلامی کردن، اومد گفت دموکراتیا تماشا کن. روی دنیا اومده قطعش ششته صحبت کرده شده. ما هم همون نظام میخوایم. ما پروس هم میخوایم که همین مردم تاجیک آزاد باشه، فرزنداش قرآن خوانده تونه، مسجد رفته تونه، او سر لیج کنی لیج میگشتگیش اختیار شه. ما مجبور نمیکنیم که تو سطر بکن. ما دعوت نکنیم به اسلام اینا خیلی بپشونه اینا خیلی کنه او خیلی کنه، لیکن اگر او آدمی که قبول نمیکنن ما او را مجبور نمیکنیم که شما بیا سطر بکنه و ریش بمونه. برای الهی هم که حال کنه لیش بگردن و چه یکان مشکلی نداریم. ما فقط برای همه آدمایی که مسلمانن مسجدش باز باشه، فرزنداش قرآن خوانده بتونن در مسجد آزادانه خیر خدایش کرده بتونه. این همین چیزه. او آدمش که سر لیج میگرده کنی لیج میگرده حافظی میکنه و هیچ دموکراتش همینه برای کردن بگیرم و یکان پروتیف نیستیم. همین قبل برادر عزیز منم راستش آخری برنامه 3 ساعت گذشت، باید هم 3 ساعت ده خاتمش میدادم. یگان چیز دیگه گفتنی باشه برادر عزیز در همین 1-2 دقیقه بفرما ان شاء الله که بعد خداحافظی می‌کنیم. برادر خواهد یک دو چیز ما گفتنیم. همین سوریه را ما دیدیم که چخیر با قدرت اومدن، چخیر الله نصرتشون داد، همش یک جایی شد، همش یک گروه شدن. مثال مجاهد شم مثال مبارز شم همش یک گروه شدن، بعد الله نصرتشون داد. نه که خیلی کمی مورم نه هر کس مبارز های همه اگر یک جو شوند یک رزولتات میشه، ولی ما اگر هممون پراکنده باشیم ایش بگه تو فلان چی میخوایی کرو چی برای پای زندگی چی بگه ما فلان چی میخوام روحای ما فرق میکنه. در این خیلی ما که الله میدونه ما با مقصد ما میرسیم نمیرسیم الله میدونه.
نه کمی همه ما یک جوشیم انشاءالله ما به مقصدمون میرسیم. با اوجا خودش حال میشه وقتی که حکومت رحمانوف دفع شد، با اوجا با حال میشه که با چی گپ شد، با چی حکومت شد، چی خون. خوب برادر بقیب کنه الله و علاقه خدا نگهبان. خوب خب تشکر زیاد برادرانی که اشتراک کرده در برنامه، دستاتون در نکنه. بازم یک بار دیگه تشکری میکنیم برادرای عزیز. خدا نگهبان تا برنامه‌های آینده انشاءالله به امید پیروزی انشاءالله ما میتونیم یک کار کرده. سلام علیکم.